به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز، با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه ماراتون مردمی. اوید برای برق میخواهیم امروز کمی درباره برق صحبت بکنیم. خواهش منم همین است که از برادرانی که اینجا میاید صحبت میکنید بیاید برادران عزیز تنها درباره برق صحبت کنیم. امروز یک فاجعه است که در عصر 21 مردم تاجیک، نمیگیم که در ناحیه‌های دوردست، بلکه در درون دوشنبه سویت نیست یا که لیمیت است. خواهش میکنم برادران عزیز ما رو پیگیری بکنید، دستگیری بکنید، ویدیو را به یار و دوستاتون بفرسته. انشالله که امروز برنامه طول 3 ساعت دوام میکنه. خواهش میکنم که در برنامه اشتراک کنید، فکر نظرهاتون بگین، بیاین کار بکنیم که گپ های ما بگیم در هوا نروانه، گپ ما را صاحبش بیاوه، بگیم که گپ به صاحبش برسه. هدف یه برنامه ها چی هن که ما میخواهیم که امام علی رحمانوف ما را بشنود و به مردم تاجیک سوید بتیه. عصر 21 است، متاسفانه امروز ما سوید نداریم. یک چیزی که طبیعی است، خودمون استحصالش میکنیم میرسه به مردم تاجیک. متاسفانه امروز دارم میفروشش، سومش کجا میشه به یگان کس معلوم نیست. خواهش میکنم که برادران عزیز ما رو دستگیری بکنین، پیگیری بکنین، به یار و دوستاتون بفرستین نوارای ما را، بمونین لایکاتون. کسانی که آبونه شدگی نیست آبونه شوید برادران گرامی قدر. اینک میریم. من راستش نخواستم که امروز ویدیوها را بمونم که در شهر چخی سوید نیست. اکثریت شما هم دیده که در رادیو آزادی یا که در دیگر بامداد یا که در دیگر رسانه ها که در تاجیکستان سوید نیست. در دوشنبه که با 14 15 میتجا مردم آب ندارن، آب به دستشان میبرن، سوید نیست. کودکا ای سرما مردن. یک هفته قبل 6 نفر ایا خونه، 3 نفر با ایا خونه از دود انگشت. اگر سوید میشید انگشت علاب نمیکردن. این 6 نفری که یک اویله بود اینا از دنیا نمیگذاشتن. برای همین خاطر نسل کشی ای به همین خاطر من خواهش همین است که برادران گرامی قدر بروی ای حق و حقوقی خطان طلب بکنی. بگیم که تماشابین نباشه. امروز این میدان ها برای همین کشاده شده است که شما بیاین فکر نظرهاتون بگین برادران گرامی قدر. حکومت که نداره یک رسانه که مردم درد دلش بگه. در رادیو آزادی هم همه چیزها نشر نمیشوند برای که ظلم میکنن درباره اونها را. یک تکریشش برآمده است اوگراشا داره رادیو آزادی را که شما دروغ میگه استالبر سیمش کنده سوید نیست. من یک چیز نمیفهمم که سیمای شما تنها در زمستان در محل سرما میکنن، در دیگه وقتا نمیکنن. میوه بهونه هزار بهونه میگیره میوره که سیم کندگی به در نورک. نورک کند ای راغون دگی جای راغون وقتی کنده باشه نورک راغون برای چیه؟ راغون برای کی روز کردیم؟ برای کی سهمیه دادیم؟ مردم شریف تاجیکستان، من پیشنهادم همین است که اگر شما میخواهید که سوید داشته باشه، اگر بخواهید شما که زندگی خوب داشته باشه، جای کار باشه در تاجیکستان، خیلی از حق و حقوق خودتان طلب بکنید. حق و حقوق قانونی خودتان که امروز شما حق دارین که در وقتش سهمیه خریده به همون سهمیهاتون به کوچه ها ببروین، به شهر و ناحیه ها. ای حکومت برق تاجیک
بگیم طلب بکنه که یا که برق مان بته یا که استعفا رحمانوف. وقتی که شما میبروین طلب میکنین میگین که یا برق یا استعفا، همه همین کار سرما در بالای رحمانوف های، برای که همو آدمی که کارگری برق است همون هم رحمانوف انتخاب کردگی، یگان مردم انتخاب کردگی نیست. شما در گیجا انتخاب کرده رئیس محله، رئیس ناحیه، نمیدونم رئیس ولایت، رئیس جمهور. من خواهش میکنم که کسانی که صحبت کردن نمیتونه لااقل برادران گرامی قدر در کامنت ها هم نویسه، فکر نظرهاتون خوانده میشوند. ما میبینیم کامنت های شما را. خواهش همین است که برادران گرامی قدر ما را پیگیری کنید. بمونه لایکاتون پدیلیت کنید با یارو دوستاتون. امروز برنامه 3 ساعت دوام میکنه برادران گرامی قدر. به همین خاطر با ما باشه. خب ما را 200 چند نفر تماشا داره. برادران گرامی قدر خواهش همین است که آبونه شوید در برنامه ما. بمونه لایکاتون که تا مردم تاجیک بیدار شود. لایک به همون خاطره که سبب زیاد شدن بیننده ها میگرده. این زیاد نه برادران گرامی قدر. خواهش همین است که بمونه لایکاتون آبونه شوه، ما را دستگیری بکنید. خب امام رحمانوف در برآمد سالانه برآمد گفت که من از حال مردم مهاجر با خبرم. متاسفانه تا امروز یگان کار نکرد. چند ماه گذشت، 3 ماه. در 3 ماه باید یگان دستور عمل نشان میداد به مردم مهاجر. امروز داره پتن 7400 چند سوم، 7416 روبل شده. امروز 1000 مصیبت بالای مردم تاجیکی یگان تاشه اجرا کردگی نیست. اگر شما انتظار باشد که رحمانوف دردی ملت مقصد میبراره، میخواه که سوید بتیه، میخواه که مهاجرت بر بگردونه، این انسان در 30 سال نتونستم این کار را کرده. من برای چی میگم که رحمانوف نوکیا بیلاین است؟ برای که وقتش تمام شده است، فرسوده شده است رحمانوف، کارناشایم شده است رحمانوف. و همین خاطر من او رو نوکیا بیلاین، این برندی من است، من امین نامه گذاشتگی هستم. من اولین بار گفتم که رحمانوف به مثل نوکیا بیلاین است که ناتوان است. وقتی که نمیتوانی بمان کرسی برا. تمام هست جوان مردهایی که امروز میخواهند بیان برای مردم برق بتین، جای کار بتین، گودک پلی بتین، میخواهند که یک کار بکنن برای همین دولت. شما در 30 سال به غرض اویله اختان یکان انسان دموکراتیا نبود. دانشمندا را زندان کرده، کسانی که میخواست که سخن آزاد بگه اونها را زندان کرده. کی به شما مانده است؟ به شما کی مانده است در تاجیکستان که به شما رقابت کنه؟ شما که در تاجیکستان رسانه نمیتید یگان حزب ها را، یگان گروه ها را که مردم برویه پروپاگاندا اخچه ببره که مردم در اونها را بشناسه و در اونها آواز بتیه. اکثریت مردم همینجا از میبرارم سوال شما میکنم که در تاجیکستان چند حزب است نمیدونم. سبب در چی است؟ خطابی من به همون حزبی ها که در تاجیکستان هسته، من خواهش میکنم شما را رحمانوف نمیماند که در رادیو تلویزیون صحبت بکنین و مثل ما وره یوتیوب کانال بکشوین، مردم دعوت بکنین. اگر میخواهین برای دولت ملت یگان کار بکنین، یوتیوب بکشوین، با مردم صحبت بکنین، برنامه‌هاتون پیشنهاد بکنین که مردم شما را بشناسه. متاسفانه امروز مردم ما نه یگان حزب حرکت میشناسد،
بغض رحمانوف یگان کس نمیبینن. فکر میکنن که یک امامعلی رحمانوف است، رستم است، آزاده است، بل چند خسر بچه و داماد و همیناش. در تاجیکستان 10 میلیون انسان ها زندگی میکنن که اونها هم لایق پرزیدنت شوی دارن، لایق دپوتات شوی دارن، لایق رئیس جمهوری دارن، لایق رئیس ناحیه و پرکرار و نمیدونم همین چیزها. به همین خاطر شما باید کاری بکنین که به درد مردم بخوره. نه اگر ما انشالله جوانای امروزه میخواهیم که مردم جمع بکنیم، میخواهیم که مردم ما را بفهمه که ما چی میخواهیم، میایم بالاخره چپت میکنیم رحمانوف، پس آن دیگر بعد دیگر رحم نمیمونه برای شما، برای که حاضی 100% شما زندگی داره. اگر که از طریق قدر رحمانوف رفت، این چیز دانسته باشه که فرزندای رحمانوف، خسر بچه‌هاش، داماداش که زلال رحمانوف به شما هم خواهد رسید. خیلی که حکومت امروزه به مردم مخالف و مبارز رفتار میکنه، حکومت آینده هم به مثل شما رفتار میکنه. شما را ما چند بارها میگیم که در باره ظلم ها که ظلم نکنید. ما که به شما کار داریم، ما که مردک هستیم، بیایید کار را با مردی بگیم حل بکنیم. به سرتون میروند، پیشواستون میگیرند، میخواهم مردم که قطعی شما صحبت بکنه، شما ما را اهمیت نمیدید. سبب در چی است که این مخالفین 10 سال میشوه که مبارزه میبرند، یا که 12 سال شد که مبارزه میبرند، شما صدای مردم را نمیشنوید. اگر شما کار گنگ باشه ما پیشتان میویم، او چین کار رنگ دیگر میگیره. به همین خاطر برادران گرامی قدر ما رو پیگیری کنید. کسانی که میخواهد که صحبت کنن، برادران عزیز، امروز برنامه از 3 ساعت زیاد نمیشوه. خواهش میکنم که کسانی که میخواهید که صحبت بکنه، لینک گذاشته شده است، هم در کامنت هم در اپیسانیا. شما میتوانید که بیای فکر نظرهاتون بگین. خب اینک اینجا چند نفرها کامنت ها می نویسن. برادران گرامی قدر، من خواهش میکنم که کسانی که میخواه صحبت بکنه، بیای برادران عزیز در استریم فکر نظرهاتون بگین. اینک من خواهش من همین است که برادران عزیز ما را از 300 نفر زیاد تماشا دارن، بمونین لایکاتون برادران گرامی قدر، هدیلیت بکنین به یار و دوستاتون که تا سبب زیاد شدن بینندگان بگرده، که مردمی تاجیک بفهمه که ما چی میخواهیم. ما میخواهیم که امامعلی رحمانوف برق بتیه همیشه و روز. ما میخواهیم که جای کار باشه در تاجیکستان. ما میخواهیم که گودکپلی باشه در تاجیکستان. اگر همین کار را میکنی بگیم که گپی نیست. نه که اگر نمیتونی یک طرف به که امروز جوانهایی هستن که میخوان برای این ملت یک کاری بکنن. این طلب است، طلب یک گروه جوانان که امروز میخوان بیاین در وطن یگان کاری بکنن برای مردمشون. رحمانوف اگر بیست چند نوارهای هست که میخواهم یک نوارش بگذارم. رحمانوف چی میگه؟ امامعلی رحمانوف چی میگه اینجا؟ آدم عقل داره، سواد داره، هیچ وقت پیرو یگان رویه های بیگانه نمیشه. شکرانه اینمی سرزمین کنیم، آب و خاک کنیم، شکرانه کنیم که آزاد هستیم. میخوایم میریم مسجد نماز ما نمیخوانیم،
میخوای روزمون میگیری، لیکن با سیاست و کاری دولتداری مداخله نمیکنی. کردی در نزد قانون جامعه. اینه که مردم خوب بفهمه که امامعلی رحمانوف میگه که کسانی که بر سیاست کار میگیرن در نزد قانون جواب میتین. کدام قانون؟ سرقانون تاجیکستان، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ما را اجازه داده است که شما میتونه که حق و حقوق خودتون طلب بکنید. وقتی شما برق نمیتین بروی طلب بکنید که ما را برق بده. اگر در تاجیکستان شما نمیتونید جای کار تامین کرده مردم بروی اعتراض بکنن، این حق مردم است. از کدام قانون گپ میزنی امامعلی رحمانوف؟ در نزد قانون جواب میتی. کدام قانون دا جواب میتین؟ شما با طریق رای پرسی آمده یا که تصادفاً آمده رئیس جمهور شده در تاجیکستان که امروز قانون رعایت نمیکنه؟ همون قانونه که شما نویستگی امضا کردگی، ما نه، قانونه که خودت برآوردگی. امروز میبروی میگه که با سیاست کار نگیره که در نزد قانون جواب میدی. هزار ویدیو هست که گپای میزنی که در خودت محقل نیستن. به همین خاطر برادران گرامی قدر بازم خواهش کرده می شود که بمونین لایکاتون پدیلیت بکنین به یار و دوستاتون تا سبب زیاد گشتن بینندگان ما بگرده. بپیرم که اولی در تاجیکستان سویت شید، مردم تماشا میکنن برنامه ما را. خواهش میکنم که برادران عزیز ما را خوب دقت بتین، بمونین لایکاتون، بیاین کسانی که میخواهید صحبت بکنید بیاید طریق استریم صحبت میکنیم. اینجا چند نفری هست در استریم، انشالله که اوزی قبول میکنیم، صحبت ادامه میتیم. خب تجیکه سلام علیکم، بفرما. تجیکه سلام علیکم. برادران گرامی قدر وقتی که ناماتون میگیرن خواهش میکنم که جواب بتین تیز. تجیکه نیستی؟ خب تجیکه نیست. خواهش میکنم که برادران گرامی قدر کسانی که میخواهید صحبت بکنید وقتی که نامتون میگیرن در حال صحبت بکنید، یا که نامتون اگر چیزی میمونه در یاد بگیرین که من وقتی که نامی همون انسان میگیرم برای همون انسان صحبت کنم. خب خب اینک میریم سری دیگر نواری که امامعلی رحمانوف خب 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 ما در برنامه هستیم. برادران گرامی قدر خواهش میکنم که در تلفن زنگ نزنید. خب سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خب صداتون نیست برادر گرامی قدر. خواهش میکنم که در وقتی برنامه خواهش میکنم که زنگ نزنید بر رقم‌های تلگرام. خواهش همین است. اگر میخواهید صحبت بکنید سیلکه گذاشته شدگی است در زیر کامنت یا که در اپیسانیا میتونید که بیای فکر نظرهاتون بگین. خب اینجا کی بود؟ برادران گرامی قدر شما چند نفره که اینجا هست
من نمیتونم یک نفر تا قبول کرده برای که اجازت دادگی نیسته. خواهش میکنم که اجازت بتیم پس اون وارد بشین. خب برادران گرامی قدر، ما را از 400 نفر زیادتر تماشا داره. خواهش میکنم برادران عزیز بمونه لایکاتون که سبب زیاد گشتن بینندگان بگرده. بعد نوارا به یار و دوستاتون بفرستین که امروز ما درباره برق میخوایم صحبت بکنیم. اگر وطنداری بیوطنی کسی هستی برادر عزیز، امروز باید در قضیه برق خاموش نباشی. کسانی که میخواهید که در تاجیکستان خانگیاتون برق داشته باشند باید شما برای اعتراض آنلاینی بکنید. خواهش همین است که برای فکر نظرهاتون بگین. خب تجکا بفرمو. سلام علیکم. و علیک سلام. توضیح برادر آمد. تشکر. چی گفتنیه درباره برق؟ چی گفتنیه بر رحمانوف که رحمانوف برق موضوع برق вообще در تاجیکستان абсолютно بگیم вообще نیست میشوند. این کلاغاز در جون همه زدگی просто уже عین خیستان شما دنیمی شش کسی که دام بوی کمر خلونا چون که جوشو جانان گردانا چشیدن فالوکاچیدن همین وقت بود عینش بود خیستان. این مردم بله نمیدونم این چطور کده مردم ما نمیدونم یک چیزا که میگن که یک سپیچکا یک چی اینا 6 نفر از دنیا گذشت در دودی انگشت. باید مردم میخواست اونا را دستگیری میکرد، پدر و مادری و انسان های گذشتگی را میبرامدن در میدان ها میگفتن که رحمانوف سبب مرگ همین ها سوید ندادن تو بود. اگر سوید میدادی ما کمر علاب نمیکردیم، کودکا از دنیا نمیگذشتن. به همین خاطر باید مردم تاجیک در یک چیزی میلی چکو باید بخیزه اعتراض بکنه. امروز فرزندهاتون های دست میتی. خواهش میکنم که پدر و مادر رو بخیزین حق و حقوق خودتون طلب بکنید. این چیزا شما را کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اجازه داده است که شما میتونه که حق و حقوق خودتون طلب بکنید. اگر خاموش میسته، رحمانوف که برق فروخته ایستاده است، رحمانوف که پلا در کشته خودش زده شده، فکر یگان کس هم نداره. رحمانوف اینی رفتن شای چند قمیتونه حاضی تنها فقط میدزده. میدونه که امسال رحمانوف سال آخری حکمرانی شای به همین خاطر دوره رحمانوف زده. میدیم که این همه طرفا آدم رو ضررانی نکن چرا همه آدم. بله. چند طرفا میگم این آدم رو ضرر داده. یکشان گریان میکنن، یکشان برادر عزیز. ای رحمانوف طلب میکنه که رحمانوف برق مون بته یا که چیش گفتنی بر رحمانوف بفرما. ای گفتن یا چیزیم با خودرنگ پاپوگای شدگی موجی. این вообще خودمون گوش نمیکنن. این فقط همین عمل. گفتن قطعی دیگه نمیشه. برادر عزیز میشه عمل. من یک چی میخوام برادران گرامی قدر، ما را اگر 50,000 بیننده داشته باشم، من 50,000 که 5,000 دارم، 50,000 کشید، من روز انقلاب به شما وعده میتیم من خودم به تاجیکستان میام. خیلی گپ نیست که من در اروپا بسم شما بگیم که انقلاب بکنید. خیلی گپ نیست. من 3 سال پیش یک گپ گفتگی بودم که مردم باید بخیزن، مردم یکم حکومت به دست بگیرن، پس اون بعد ما مخالفین برمیگردیم. من خاطر همین گپی که گفتم من میخرم همین گپ. من آمادم که روز انقلاب در تاجیکستان باشم. در یک روز 2 روز پیش من همیشه اومدم به اروپا، به مینای لای خاک آب نمیدونم لبای خواهم اومدم رای خانه مونه نمیابم 100 در 1000 میابم. همین خاطر برادران عزیز ما را پیگیری کنه، دستگیری کنه. کسانی که اینجا هست برادران عزیز ما را بمونین، لایک بمونین برادران عزیز، پدرید بکنین به یار و دوستاتون. ما امروز 3 ساعت برنامه ماراتون اویدی برق ما امروز طلب داریم. همه مخالفین امروز دیده ایستادید که روزهای آخر درباره برق صحبت دارن که طلب دارن از حکومت که به یار و دوستان، به پدر و مادرها یا که بر هموطنای ما برق بده در روزهای سرما.
خب برادر عزیز Doğru آخر yapıyor. سخن اگر یگان چه گفتنی باشه بفرما. اینجا در استودیو آدم ها زیادن، میخوام که فکر نظر دیگه انسان ها رو هم بگیریم. Ham yak iltimos hamu Abdullah nadro. Dashku mazash neste. U kankam kasala. U kasan ruydu çıkıyor yaste. Boz bavur şidise xçam hamu khile ba fikrim. Beçora aku خودش میدونن او هم تنقید نکنه هم چی میگه نمیدونه چی گفته است da. Prosta. تمام برادر برنامه عزیز. رو پست نخواهه تمام نمیوید. خب تشکر زیاد نمیشه. برادر عزیز. سلامت باش. زنده و سربلند باش. خدا نگهبان. خب وطن دوست سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله بفرمایید. اگر سخن کردنیم در مسئله همین شخصایی که توجیکستان با پیش میگه یک مایده ایتا ننگ ناموز داره، شرم داره، شرم حیا داره. شما بسویتی با پیش میگه، بسویتی توجیکستان با کفا بسویتی با پیش 25 سال شد که بسویته گنده پیش روی در بسویتی. بله مثل مرغ بر این لب زدگی گشته شده. ای که خلقی به ناموس حیات کردگی بدون دیدگی نبودمه. فنا تو بخدا با آدمای بننگ به ناموس یک مده تا باید گردین تو نشان بودی شما چه خیلی که ناموس داره، یعنی که گرد داره یا نداره. درسته وقتی برادر. رو قسم های در نیمی جهان اوزه خطوه معرفی کردگیه. یک خلقی مرغ، یک به ناموس با پیش همه میدونن تو چه با پیشه. بله اسلام ها پایمال کردگیان، مدرسه ها محکمن، مسجد ها محکمن، جوان ها گمراه شده، همه بنگی هنگی الکش دز قمارباز قرقچیش شیدگی رفتگیان. شما با پیش بگه. بله ایدین بدین شیدگی به همین هم سر تو خم گشته از ده که برای ما و شما افضلتر این دین مبین اسلام های کدم اتپرسن میگه من مسلمانم الحمدلله رو تا سیاه کنم چه خیلی مسلمانی که ای دینی خود دفاع کرده نمیتونی. سویتا تو اکشتن نگروخه فروخته استیان افغانستان، قرقیزستان، ازبکستان قطعی دیگه چی بیزنس کنکرت نرفته است ده مرده سودیان میگه با پیش به سویتی با پیش بگه. یک مایده تا ناموس کنه اول نگه کنه گیرد اطراف کوچی پیش روی های بعد گپ زنه. برادر انسانایی که کم ترکک ذره اگر ایمان یا انسان اگر باشن یا میفهمن به ناموسان هم میفهمن این گپا. آی پناه تو بخدا. بله خدا نگهبانت. خب برادران گرامی قدر، خواهش همین است که برادران عزیز ما را تای 700 نفر تماشا داره بمونه. لایکاتون برادران گرامی قدر پدیلید بکنه به یارو دوستاتون. کسانی که تازه وارد شده ابونه شوید در کانال ما میخواهیم که در تاجیکستان برق باشه، کودکپلی باشه، جای کار باشه. اگر شما همین چیزا میخواهید مرحمت ما را دستگیری بکنید. خب عارف سلام علیکم. عارف بفرما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام است. بله کارو خوبه المزنون؟ الحمدلله خوبه. نه برادرها میگم لایک بزنن، لایک زدن بگیرن نترسن. ما همین نوم فامیلی هم کارتا پارتام هم قطیمه و نوم فامیلی هم قطیه. پیربا دان میکنم شما دا دستگیری میکنم. این مردم اوجی را میگم نترسن، بابشه نترسن. ببروین گپ بزنن، مرغ نشون. بله برادر از چی گفتنی در این همین برای سویت تونستان بابشه سویت نیست. ولی رحمانو شما را برق بتیه یا که نمیخوای سویت. همین نمیخواستم مردم بفهمن. فهمش نمیخوایم. که زنگ میزنه پدر مادر سویت نیست.
هفتاش میشه گپ زاگی نیستی باور که عذاب برای موجود همجا عذاب کشیده است با خدا قسم های 16-17 گرادوس خودم همینجا کار منم در بیرون کار منم اکا میرم میام دستم یخ میکنه همه مهاجران هم که عذابند مهاجران بناموس شوین بخیزین با خدا قسم های تاجیکستان برین یا خیل تکو زنوت نتجاوز کردستان والله بالله اکا دروغ نمیگم ایت خواهری خودم سر کدگی اکا والله بالله تعالی یزنه بناموس دارم اکا در همینجا گرشه استای بزنینه خلق تاجیکستان مهاجرو تاجیکستان بره زناتون تجاوز کردستان همسایهاتون والله بالله که الماس ما در را که ترمه ششتم نمیجا والله بالله کمتر کاری گموندگی کارون بون شوان بخاطر الله میبرم رو شد گپ میزنم که الماس همه برادرها قطعی گپ میزنم دعا سلام مرا برسون اکه حسین اشور خوب میشناسم مرا اکه در حقی مبارزه همه با برادرها دعاگو باشین انشاءالله فیروزی قریبای السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته. و علیکم السلام. خب این درد مردم امومل رحمانوف اینا را یگان تاشا من نگفتم که بیایه یا که من اینا را بشناسم که زنگ چون بزنم پیشکی که بیایه در برنامه اشتراک بکنه. اینا همون نفرهای هستن که از رژیم تا دیلگیر شدگیان خسته شدگیان که نمیخواهند تا دیگر ببینن. نه جای کارشان تامین کردی نه سویچشان دادی، حتی در مهاجرت هم پتناشون هم که قیمت چید که پششان نگشتی. امروز نمیخواه مردم تر ببینه رحمانوف. به همین خاطر یا که اصلاح شه بیا مردم سوید بته در وقت سرما یا که بخوبی بیا بره به استعفا. ما بخوبی میگیم یکم بخوبی نشید با پلانی بیش هم هست. به همین خاطر ما نمیخواهیم که یکان کاری غیر قانونی کنیم. ما نمیخواهیم که بریم یک جا علاب سر بتیم. نمیخواهیم که یک کسا بکشیم برای تشیده. برای یک نفر شده باید ما برادران تاجیک با سال 92 چکلی که رحمانوف میگه نشوه. همین ما مخالفین که مردم داریم بگیم که اسپکای داریم که مردم شما نخیزی جنگ نکنه یگان کار نکنه. و این روزها چندی نفرها از مهاجرت زنگ میزنن برادر عزیز بیا اینا فلانیش فلان کار میکنیم بیسمدانیش بیسمدان کار میکنیم که من یگان تیمور اجازه دادگی نیستم که برادران عزیز اینومی من یا که اینومی حزبی من برای یگان کار بکنه. برادر عزیز ما میخواهیم که رحمانوف نباشه. ما باید این آدمایی که میبرن ما را تبلیغ دارن ما با اینا مشکلی نداره. نه با اون دیبکش با ایوبش با اون دیگرش من یگان مشکلی ندارم. نه که اونا میبرن پدر مادر ما رکلام دارن من رکلام کردستم کار نداره دیگه. شما من اینجا 3 ساعت 4 ساعت میشینم میگم برادران عزیز بمونین همون لایکاتون پادپیسات بکنه 3 ساعت من همین هر 10-15 دقیقه پس همین گپ تکرار میکنم. اونا منو بیپل رکلام کرده سودیم. من بیننده نداشتم اومدن هم دیدن مردم که همین چی گپی هسته اومدن مردم میاد گوش میکنه میفهمه چیه کوکی حقای کی نو حقای. خب سخن دراز نمیکنیم برادران عزیز سخن با دیگران میتیم. خب بفرمو میکروفون تو نکشوید تنها. سلام علیکم. خب برآمد برادران گرامی قدر خواهش همین است که بمونه لایکاتون ما را دستگیری بکنید. ما تا 800 نفر تماشا داره ما 370 لایک داریم. برادران عزیز آبونه شدن در پرتل ما فراموش نکنید. امروز موضوع ما تنها درباره برق است. خواهش میکنم که موضوع دراز نکنید بیایید درباره برق صحبت کنید. خب
خب برادر گرامی قدری ما، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر الماس، امیدوارم شما خوب باشین. تشکر برادر عزیز. خیلی شدید همینجا مردم سراغ دارن، کم نما شدید بگن در افیرها نیست. امروز موضوع درباره برق. جمشید جون اگر بتونی درباره برق کمی صحبت که میری. تشکر زیاد برادر الماس. تشکر با مردمی که سراغمون میکنین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر کسی که ما را میبینین در داخل و در خارج، در این کانال برادر الماس، برادرها، دوستا، هموطنا پادپیس کردن، لایک موندن، کامنتاری به منطق خوب نوشتن بدون تحقیر دشنام، سرنگونی رحمانوف، از بین رفتن این رژیم خونخوار که ملت ما باید هم صاحب سویت شوند، هم صاحب زندگی خوب شوند، هم صاحب اوضاع شوند. خب دستگیری برادر الماس فراموش نکنیم. برادر الماس تست تبلیغات برای لایک موندن در مردم پادپیس کردن. خب میگذاریم سر برنامه برادر امروز الماس. مارافونی مقصد برق. بیننده مردم شهر جمهوریستان، همین روشنایی خودش عقلای این رژیم دیده و دونسته هم کار میکنه مردم. ببینده همین سویت باشه اگر هم گرمی، هم پیش پات هم بینی، هم خوراک تایم پزی، هم یک کار دود میشود. به برق این شب روز زندگی ما و شما برادره از عصر 11 و 12 شده میفهمین. هم عصر سنگ که مردم نه در بریم بخصه سنگ با سنگ میزد و چی عذابو میکشید. در بیمارخانه امروز طفلا آینده ما و شما خواهرها و برادرها از مرده سن. میفهمی رحمان وجه قتل عامی طغیان کردگی مردم. بخیزین چپاش کنین. با خدا قسم بهترین کشور ده، بهترین زمین ده قرار داریم. این قدر آوی که ما داریم، ما باید سویدمون برق برای مردم به پول باشه، به پول. میفهمین دوستا شعر نره که امروز من خطاب میکنم. خوش کمدامه که در کابینت شتگی در نسکوت پاتینکوت امروز درباره پلیتا پات ایمونی گرمک، او کسایی که زندگی خوبه یه بار نمیبره مردم نگاه نمیکنی. کمپیر شاو میبره اول با فناری که باشه میبره یک غذای مثلا توالت چای اونجا چای که تورا چکنه. مسافت باید بریم برای چیکار کنه فناری قد برای. رحمانوف تو اومدی گفتی که من امروز آینده ملت بردوش میگیرم، وطن من، ملت من، همه چیز سر پر میکنم. یک برق خداجانی عادی در پایتخت جایی که خودش تگی نیست. هیچ خیلی راه برای هیچ خیلی دولت داری هیچ خیلی حکومت مایل بمانو شلوکای دور دست و جایی که ناحیه اونو میدانم کوهستان در طیفو که خودت نمیتونی نتونستی اگیر تمانت غورتت کسن اسیر غلامات شدگی ترس دوستان که مگر که ما نباشه جناب عالی مخالف میاد تیکه تیکه میکنه که مخالف میویا ترام رحمانوف تیکه تیکه میکنه او سگا گرد مناتم و این قشقنجه مردم عذاب دادگی هیچ گپای. اینا روز 4 کسای 6 کسای مرد، او روز 2 کس دیگه‌اش مرد. بوم امرا اول مردم چیزی هست که ما رسانه‌ای میدونیم. هر روز طفلکا کودکا مرده سای ای زاری انگیشت ای خنکی ای قبر ای بلو از سویت رحمانوف در طالب کسی که ما را رحمانوف تورزو میترسون او کیجا تو روزو ما را ترسون این دختر خنم میگو چارقاق میاد پیش طالب. هیچ خیلی دولت هیچ خیلی ناموسای برخی توجی که در طالب میفروشی با او خاطری که پول با دست بیاری، با او خاطری که یک قسم مخالفات در دور افغانستان او را با دست بکشی بیاری. لعنت کنه او شوخه طالب کی او برادرای بهترین ما که در اونجا بودن میخواستن که ایو طرف دستگیری کنن این وطن آزاد کنن. بیت برادرای بهترین در اونجا هستن. لعنت که او شوخه طالب، لعنت کنه پروردگار شوخه طالب کی رحمان قدادگیری شروع کرد برای برخی به پولش یک چند تا بگیم برادرای مخالف و مثل من و مثل برادر الماس و مثل دیگه برادرها در همون جامعه هستن الکه در فکر تسلیم شدن و ایبای بردن شده. برقت برای اوی میته که کرسی در دست نره ظالم و در ملت خودت بتش همین خلق دوستت میدوره. هر یک کار به حکمت نیست رحمانوف. برق برادر جمشید 5 دقیقه نمیسی وقت داری هم 5 دقیقه اینجا بسیم 5 دقیقه دا میام اینجا مردم انشالله مدیریتات تغری مینا کتی مردم صحبت منی من 5 دقیقه نماز میخونم برنگردم. برا که الماس خدا نگهبان برادر 10 دقیقه من خوبه. بیا سلام علیکم یک بار دستی میگم برای برادر کوم از پیوست کنین عبدالخلیق واسی و پشول. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و از جمشید جان سازی علیکم السلام و رحمت الله برادر گوش میکنیم.
چیکار داره اکاجون یه بعد کتاب فویز من شیرینار دوستم مگذاریم سر موضوع امروزه مسئله برق برادر است که ملت امروز مسئله رحمان برق وضعیت چطور در گپ زدیم قطعی کمپیر مماشکم و گپ زدن هم میکنی باور که وضعیت چطور دیتر در کلیت از سوید نیست вообще همه وضعیت پقه بودن سوید نیست یا برق یا استعفا رحمان پیلانت کرده الله تمام بشن رحم استعفا رحمانов ما برق خمون استعفا دیوژو که رحمان بنزین کراسین پیدا رزولیم استعفا خدا نگهبان باشه شیرینار دیگه برادر قبول کس در استریم در مدیریت راستی خدا نگهبان برادر از آباد باشید سلام علیکم برادر کی بدی خب نامش نمیتونی گفت کی گام بزنی برادر عزیز خارجش کردی دیگه شو قبول کن علیکم سلام و رحمت الله فرمایش شیرینار ما همجا اومدیم یک مسئله را حل کنیم خیلی سویتا باید دست ما یک کار بیایده اکا خدو داگی تماس گرفت شیرینار راسیا چی خورده است برادر عزیز سمیتانا اوقات نوش جان شما برادر عزیز کم کم پیدا کنی با کم کودک کارم کمپیره کارایی کو آباد و سربلند باشه کی برادر از تمام تخوردی ان شاء الله مورد داخل شد صحبت میکنیم خدا نگهبانت دیگه برادر قبول کن تشکر زیاد بیا دیگه برادر قبول کن برادر که در مدیریت راست کی تو در پیشتگی کو برادر از اول سنه روی مردم جان جان سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خیلی اکا سوزی تینجی سلامتی سوزن شیرینار به خاطر الله دوستت میدارم تو شیریناری شما به خدا برادر از همتون به خاطر پروردگار دوستم میدارم همین که خودت مدروی خرسان میشم والله قسم گاب نیست شیرینار بیا فکر نظرت شیرینار مختصر هست کوی نه دیسکوتک کوی دوستی دوشنبه هست کوی دیسکو کلوب هست کوی سوی اونجا برای که آزاده قطع تخمینه و عزیزه میره اما جای جای هم دختر یتیم جای او جای است که دختر یتیم و زن یتیم و کلین رمضان رحم زاده دخترها زنای نمو میره رقص بازی عیش نوش کیف صفا میکنن او برای انا قو جواب برق داره جایی که مردم باید نماز بخونه طاعت باید طهارت کنه آبی گرم کنه باید طفلی آینده ملت به باید برسه کو اونجا سوید نیست رحمان خدا سرنگونت کنه با ظلمت خوش اومدی برادر عزیز سربلند باشید دیگه ش قبول شیرینار گپ نیست برادر مال جان شیرینار گپ نیست آباد باشی بیا دیگه ش قبول شیرینار راستون میگن جای در فایشه به خدا قسم حرام زینو سلام علیکم برادر عزیز علیکم السلام فرام برادر جان عزیز به شوم گپ در راه رو در دوره تکنیکا جوتون مناسبش فقط برادر از لایک همون کامنتر از ندارین رو چی سازی برادر مردم بوشه گپ زکه سازی برادر سلامت خوبه ساعت فوید تشکر زیاد برادر دوین موضوع امروز برادر نظر موضوع امروز در وحدت در 24 ساعت 31 مینوت سوی دادگیان زن کودکان نمیخه در خنکی باور که یه حادثه کمپیر مادر زنگ بزنم گریه میکنم میگه لعنت با این پدرانتو که با این حال رسیدن مورا من گفتم خیزه گفتم همین کمپیرو خیزه مردم وحدت خیزه بره زمون سوی توای یا واقع چرخ کنه خیزه چی ششته گاب نیست شیرینار خدا جان شما راضی باشه مردم کسی که ما را در داخل در وطن میشنوین همین را بدونیم برای خودم میگیرن که اگر ما بازارال شما گپ زنیم بازارال شما در همین رابرو ما باشیم پروردگار خودش ما را سرشته کنه اما ما میدونیم در رحمان ایمان داریم عقل داریم دین داریم کو برای منفعت امروز و آینده فرزندان شما میسازیم وطن این دزدانی مردم به برق بدن مردم امروز مردم همین را بدون خلقی ظالم نمبر 1 رحمان پای باید سرنگون شود خوش اومدی برادر از یش قبول شیرینار تشکر زیاد سربلند باشه برادر عزیز بیا دیگه بیا مدیریت رو کی در پیش چی بیا دست قبول که مردم وقت میکنه برادر عزیز خواهش میکنم اکا الماز اگه جای باشه که بیا کی در جا پیش تلفن ده بیا کو قبول کنم کسی نیست نه که نه خمون گپ زنه مگه
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم شما خوب باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوبیم. خدا نگهبانتون باشه حضرت. همتون سلام به همه تمام تماشابینای شما و طرفدارای شما. سلامی ما به همون مردکای نامردی که با چهره پوشیده گپ میزنه، سلامی خدمت به همون نامردا میرسانم و گفتنی هستم که ای مرد، تو بدان که مادرت تو را به خاطر همین مارافون ما گپا را میگم که مارافون ما مارافون برقیه، بدان ای نامرد، مادر تو را بیش از 9 مادر بطن خود نگاه کرد. ای نامرد، تو بدان که وقتی تو به دنیا آمدی او تو را تربیه کرد، به تو شیر میداد، هر شب پیش از خواب تو را رفته جای خوابت رو عوض میکرد و میبید که اگر تو خواب باشی خواب آرام خواب میره. وقتی که تو طعام میخوردی منتظر بود مادر که یک لقمه نانی که از تو باقی میماند او را میخورد. باقی آن در دیکی مادر همون لقمه نان هست، همون طعام هست، اما شیرینتر از آن لقمه نانی که از دهانی تو میغلطد. ای نامرد، ای امروز که ریش مانده تانافت خدا لعنتت کنه با او ریش ماندگی میبرای امروز تو طرفداری یک جاهل، یک بدبخت، یک دشمن ملت میکنی. تو خیال میکنی که ما میترسیم. امروز حکومت رحمانوف و چنان ضعیف شده که با طرفداری با تبلیغات چنین تکریش هایی که تو چنین سلفی هایی که با استاتیای سلفیزم همی بدبخت ها در جستجو بودن 10 سال، برای چی رحمانوفی ها را نقپید نبرد؟ امروز مرا پرسجوش میکنن، مرا کفتکاو میکنن و بیا مرا بکاو ببره. اگر همون ایدگیل تکریش امام علی رحمانو به جوابگری بکشه در منبر، نشان بده در رادیو و تلویزیون، ببره در کرپیشنی محکمش کنه، ای داخلی کرپیشنی خبر بیاید که ایدگیل در سایت من خودم پیاده پیش امام علی رحمان میرم. ما امروز به چهره آشکار دعوت میکنم در این مارافون برقی که اینو مردا به چهره آشکار بروین. 32 سال پنهانی صحبت میکنین، چی کاره بود کردین؟ او بروین. جمشید مادر به دنیا آورده، الماس مادر به دنیا آورده، سید ابراهیم، سید محمد اقبال صدردین مادر به دنیا آورده است، حسین اشرف مادر به دنیا آورده است، شما را مادر به دنیا آورده. برای چی شما امروز قدر همون مادرایی نمیکنین که شما را از 9 مادر بطن خود نگاه داشته؟ مادر همه وقت تو را در جای اعلا میخواه ببینه. تو چه با امروز این قدر مادر تا در جای پستی میخواه ببینی؟ وقتی که تو خواب میروی مادر خواب نمیره، با منتظره. وقتی که تو بیمار ماشوی مادر تو اشک میریزه برای تو. ای نامرد، امروز برای غلامی رسیت را مادر زایده. تا کی خب میکنین؟ شما از سال 86 که غلامین در روسیه، از 86 سال بس بودگیز غلامی و برین به وطنتون، هیچ که برای شما را فیروزی را نمیاره. برین طلب کنین یا برق یا استعفا. دین روز با 3 کودک دیگه در حصار نزدیکی شهری دوشنبه از دنیا گذشت. همین شما همین سایت در سایت همین اینترنتی دیدم یک خواهر سعید داوزرینه در متروی وخینه در توالت خو میروه. اینو مردا تا کی ما زنکا در توالت خو میریم؟ مادر سعید داوزرینه در متروی وخینه ریمسکی رایون، اینو مردا و برین زنکا را توالت جمع کنین ببرین. مارافون ما برای چه که شما با چهره آشکار بروین گپ زنین؟ ای کی میترسین؟ ای امام علی رحمانو. امام علی رحمان جان شما را نمیگیره. امام علی رحمان شما را ترمه میبره. ترمه امام علی رحمان چند خیلی آدم میبره؟ همین 10 میلیون آدم امام علی رحمان میتونه سود کده؟ چی امام علی رحمان بیای الماس بره، جمشید بره، خب سید صدردین محمد اقبال صدردین به شهادت برسونه یا حسین اشرف به شهادت برسونه، مثل عمر علی قوت و با شما میخزین؟ یا که 6 نفر ای خونه شما بمبره در دودی انگشت، بعد میبرایم بر چهرت آشکار گریه میکنی؟ ای خونه ما هیچ که نبر اومده در انگشت نمورده، خانواده ما برق دارن، لیکن شما برق ندارین. ما امروز برای شما میگم، ما در شهر زندگی میکنم، ما سوید دارم،
فرزندای من سوید داره نه که ما میبینیم که در قشلاق سوید نیستن ما خاموشش نمیتونم ما همو مادرم که فرزند به دنیا آوردم با کدام روز با این روزی که ببرای ایما طرفداری کنه شما شرم نمیکنین که هم به چهره سخن میکنین با طرفداری امام علی رحمان میکنین مرگ شما ولی نامردا به یک دیوانه میبرای امام علی رحمان پشتیبانی میکنه آشکار و رنگ همین عبدالله گوشفروش برایم با چهره آشکار امام علی رحمان رو پشتیبانی کنین که ما بگیم شما با آدم مانندین یا رنگ یک پریستوبنی که یک سلفی که ایدگولی تکریش که امروز خیانت میکنه امروز حقارت میکنه ما مادرها را خب من با همین چهره آشکار گپ میزنم که اگر امام علی رحمانوف ایدگولی تکریش با جوابگری نکشانه پس مرا جستجو نکنه ایدگل برا در ترمه بشنانه سود چه نشان بده به مثلی یا ببره درباری همو برادرایی که امروز درباری دیگر برادرها در ترمه ششتگیان بلاگرها ژورنالیستا این نویسنده که دیروز با 9.5 سالش دادن همو درون نشان بتن سود چه در تلویزیون نشان بتن من خودم میگم امام علی رحمانوف این ما آمدم من با چهرم برزیدی تو گپ زدم وقتی که یه نامرد میبراید برزیدی تمام این برادران روشنفکر گپ میزنه چی بابا شما با چهره آشکار گپ نمیزنین ای کی میترسین ای خدا نمیترسین چیکارتون میکنه اینا می مزنه که میرم با چهره آشکار 4 ماه پس تاجیکستان میرم در تاجیکستان خطی امام علی رحمانوف هم با هم پیش کارخانه‌ش میرم گپ میزنم اگر ایدگل با جوابگری نکشانه همین قدر خواهرها زیاد تیار شدگیم که ما شبکه میکشم تبلیغ میبرم ما شبم کار میکنم روزم کار میکنم خودم شبکه ما میکشم بر ضد امام علی رحمانوف گپ میزنم حالی من آگاهی دادم به امام علی رحمانوف با کارکنان کمیته جنایی حکومت تاجیکستان اگر که شما حکمی سودی عالی را زیر پا میکنین یا پریستوبنی که میبرین در اسب سوارش میکنین در خر سوار کنین روش سیاه کنین مردم نشان بدین که این نامردی سلفیزم که 10 سال در جستجو بود اینا با پاش آمد او سلفی میکنه شما در کجای نه مردکو شما اگر بگنتان حاضر ما همیشه یک تحقیرات کنم در سایت الماس می نویسانه که خواهر ما را حقارت کرد ما را تحقیر کرد شما را تحقیر نه مردن شما نامردا مردن تون به که یک کسلی یک آدم دیوانه یا عبدالله گوشفروش خواب میبروید با چهره آشکار امام علی رحمان رو پشتیبانی میکنه چی با شما با چهره آشکار کارگرای امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با چهره آشکار گپ نمیزنین اینا با چهره ببرو مرا فیراد که بگو که خلا ای زنک چی دعوا داری آشکار تین ای طرف ما ای طرف من صحبت میکنم و برای پشتیبانی پیشوای ملت تونه بکنین او پیشوای یک قبیله پیشوای یک رایون پیشوای تاجیکستان نیست ایو پیشوا نتراشین ایو پیغمبر نتراشین ایو سایه خدا نتراشین که خدا برای چی زده سایتون امروز مردم میبره پگش میبره با دینش 3 نفر دیگه 3 کودک ایا خانه در حصار مرکید حصار در تنه دوشنبه چسبیدگی ای من دین همین توالت نگاه کردم همین زنک در توالتی که کرپچش دختگی میگه 3 ساله در بالای همین سمین خواب این مردن تواری دولت به که زن سعید آوازرینه نامش بیچاره در ریمسکی رایون در متروی وخینه اینا ما با تکرار میکنم او تو حکومت باشی قدرت داری بیا بری خواهرت جا که خونش بته همین ایروز سیاهش آمده در توالت خواه اگر همین خیل جنایتکارا نمیبر آمدن بر مقابل مردم مسلمان تأخیر نمیکردن ما هم با چهره من گپ نمیزدیم چهره آشکاری ما دعوت همین نامردا به تاجیکستان او آدمایی که در خارجه رفتن پاسپورت سیاسی گرفتن گریزه سیاسی کدن خطون حجت میگیرن لینکتون در بالا لینکتون خوین من همه تک تک شما را میشناسم میدانم خوشبختانه که من اعضای یگان گروه نیستم مادر دقیقه اینجا ما میخواست الوه کنم راست میگتونه وقتی که من در روسیه 4 سال با جانم بازی کردم با مثل این مادر نمون گپی سخت گپی مقصد مشکل زید حکومت رحمانوف گپ نزنم تا رئیس کمیته امنیت وزیر کار داخلش حکومت خودش آمدم اروپا
در گرمانی از قرار دارم مادر عزیز 3% گپ درسته خطابشون که یک خلش مادر عزیز لینجای کودکوش از ویتامین و کالری خدا نمی قریش دگیای اومدن اینا می برادرای راه پاکی راه شهید داد صاحب تمام زندگی خوب شدن که مادر از در نمجا گشتم دیدم بسیار گشتم چی با پدری عبدالله شمسی نمیبرای امروز در مارافون یک گپ زنه مارافون برقی برای که فرزندی هم در دست همین ظالما مادر همه شب او کسی که اومدن اینا می راه پاکی برادرها صاحب نان صاحب زندگی خوب شد صاحب ماشین شدید فرزندات امروز لباساش شکم سر زهر تنه زقم جان و فرزند و زنت شوه الان کسی که آمد اروپا به خاطر که رحمان و ظالم گفتی امروز اینت خوب کده دیگه ای مبارزه گپ میزنم قطعی رنگ مرغ واری پدخات میکنی کو گپ یعنی مادر ما این دوری اروپا این تایفوتون من همی گپ یعنی مادر تصدیق میکنم که پروردگار زهر بگردانه او چیزی که فرزند زن تمیتی اینام سیاست میخره و دری سهمی دری صفی برادر دری مشکلی مردم سهم نداری مادر عزیز گفتن 3% انمی خیلی اروپا هستن خدا جزیرشون کنه روز فاش من توجیسم را مهارت ایرم دندونشون میرزم ولی دایش خپم با او خاطر که ما راه نداره گاش براستم کو کسایی که فریب کردن کوی برادر مرا جواب میتین در برابر حکومت رحمانov راستون میگه زهر تنه زخم جان بود بالای فرزند زن تمیتی و اینام سیاست زندگی کسی حرامت بود آشکار میگم کدام داخل میگیری نام تا فامیل تنه میگم خودت بس فکر کی چوکا دستی کو زندگی طبیعی حیات طبیعی ای برای گروه بسیار یک قواعد شما دی خطای خیلی رکلام کردی مار کردی کو دم نمیدونم کدام سیاست مدار دویدی زنی بینکا شدی کو امروز تو مردکی تو امروز زن میبوره تر گپ میزنه تو بمبر روستا با همیز ناموست بمبر با همیز زندگی که ای پشتی سیاست ای روی پاکی بر ای روی شهید کو تو امروز زن تا این برای لباس میخری کودک تا این برای مگازین خروکش میخری داشگیز ولاسپدش میخری ای پروردگار کو خودم سرنگون کنم زن تام سرنگون کنم کو ای سلامتی زن و فرزندت بشنم ببینم که در روی سیاست اومدی کو بچه‌های ما را برادر ما را فریب کردی مادر عزیز گپ 3% از دوره اروپا گفتم از گرمانیا 4 سال مادر جان در روسیه آشکار شپیدم آشکار یخش در همین جا اومدم دیدم خچ سیاست مدار میگیرم مادر عزیز دو کلمه گپ زنم میتونه اینام سیاست وجود اینام سیاست زندگی اینام سیاست دو دست کرد کی تر یاردم کرد ببینین من نه المازم میشناسم من یکم بار قطعی خودت صحبت کردم من یگان گروه را نمیشناسم افسوس که در یگان گروه خوش نیستم من خیلی خواهش میکنم که همین گروه 24 گروه حزب نهضت اسلام الماز در همین حزبش مرا نامنویس کنم من همین روز نامنویس حزبت میشم خب الماز اولی من در واتساپ شما مادر عزیز همین حزب ما برای همین مادرهای سه فرزند است که خارج میشم که الماز بخش باشه آخر سخن ما بگم خارج شم ان شاء الله مادر که شما صحبت کنه مادر عزیز خاک پاتون میشه مهربانی دلسوزی همه مادرها تویستون برای ما را مادر ولایت ختلان باشه انا زرافشان باشه بدخشان باشه ما برادر خواهرها و مادرها نوریده تاج سر شما را دوست می‌داریم شاعر میگه ایان من یک دقیقه ایان من نیهان من تو بودی صفای بامداد من تو بودی ایا مادر به آن سان به سواد نخستین استاد من بودی شما همه مادرها استادای ما این خاک پاتون بسیم خدا نگهبانتون به جای شما خارج میشیم تشکر زیاد آباد باشین تشکر زیاد برادر جمشید خوش اومدید خب ما گفتنی بدم که من در همین مارافون شما به همین خاطر در آمدم که من اعضای یگان گروه نیستم میخوام که در همین حزب شما در حزب همین برادر عبدالخلیل واسیوف همین روز اعتباران مرا به اعضایی قبول کنین خب به خاطر که ما باید که یک کاری را بکنیم ما دیگه به میده او ریشدارا و بریشایی که خیانت به ملت کردن و رفتن در اروپا تخت‌نشین شدن و جا و جلالدار شدن رستوراندار شدن ماشیندار شدن حتی با یک تا دیگهش برآمد همین ریشاش مسحش کردن میگه که این برادرایی که امروز دعوا میکنن نه یگان تاش تاجیکستان رفتنی نیستن نه محمد اقبال صدردین و نه هوشیر حسن اشرف یا نمیروند حالا که یا نمیروند ما میریم یا نروند ما انقلاب منتظر یگان تایید نباشیم باید مادر عزیز بخشش من همین هوادارم همین بیننده هم و مثل عزت امان باشه
من یکم آدمی که اروپا میرم آدم من گارانتی تون میتیم که من میام. شما فکر نکنید که مردم اروپا اینجا اومده دیگه بر نمیگرده به تاجیکستان. او برادر شما انقلاب شما نگاه کنید، شما انقلابتون در کردین، با چهره آشکارین برنامه دارین، شما برنامه ریزی میکنین، ما باید با چهره آشکار این نامردا ببروین و چند سال در روسیه کار میکنین دیگه روسیه برای شما نیست. همه تون با هم شت زده رویتون میکنن، همین قدر عذاب تنه لیج در سیمینتو خوین، ای برای کی را غلامداری میکنین؟ ای برین همین کار در وطن تون کنین، برین در کارخانه ها را بکشین. تا امروز حکومت جمهوری تاجیکستان کارگر نداره، رفته امریکایی رو آورده، افریقایی رو آورده راه میسازن برای شما را، شما اینجا در روسیه کار میکنین. برین به وطنتون آباد کنین. همین پتن که در روسیه میسپارین در همون تاجیکستان بسپارین که اینالاگی او با پنسیونرها بالا شوه، کودک پولی زیاد شوه، یتیما صاحبی یا خانه و منزل شوند. برای چی شما نمیرین تاجیکستان و برین داخل تاجیکستان برین کار کنین؟ من خودم 6 فرزندم رو نان میتم به خاطری که نانآوری خانه من مجبور بودم که در روسیه بیام کار کنم. امروز میبینیم که این مردکا با جا میشوند، با چهره آشکار گپ نمیزنن. من به خودم شرمیدم که من امروز ما گپ نزنم و ما در همین حزب شما از همین روز اعتبارا این همین روز 8 مارس روزی آزادی زنهای، من همچون زنی آزاد از حقوق کانستیتوسیونی خودم استفاده میبرم که آزاد سخن کردن به من اول که خدا داده، من غلام بودم، مرا به واسطه پیغمبر خدا آزاد کرد و این آزادی را امروز بین الملل داده به من و این آزادی را به من کانستیتوسیون تاجیکستان داده و این آزادی را من همچون مادر به فرزندان میتم که ما باید برویم دفاع ای مادر، ای نبره، ای فرزند، ای آینده این ملت کنیم. کی میکنه برای ما را؟ ما کی نکنیم کی میکنه برای ما را؟ شما ببروین برای ما را همین به سویتی خودش لیدر ملت خودشه. ببینین دنیا را دو چیز قدرت میکنه، یکی محبت، یکی گرسنگی. امروز ما در هر دوش داریم، ما محبت داریم، غیرت نداریم، گرسنه هستیم، بر کوشش همون پیدایش نان ما نداریم. نانی ما، وطنی ما، جای ما. و ببینین در همین روسیه میبرن مرده تونه چی در روسیه گور نمیکنن. 16 سال 20 سال 25 سال پتن سپرده مرده تا تاجیکستان روی میکنن. تو به قدری خیلی همیقه نمیفهمی. و برای وطن در وطنت بمبر، برای وطن تا آباد که، برای رهای وطن بساز، برین حکومت صاحب شین. امروز حکومت فرسوده شده، کی میبره حکومت پشتیبانی میکنه؟ یک سلفیه که 10 ساله که حکومت میکافتش، امروز به فرمان نبیره پرزیدنت او را تاجیکستان بردن، با در بالای اسب او را خر حرام میکنه، بالای خر سوار شدن همون خر گریه میکنه. اگر امروز حکومت تاجیکستان همه ایدگلی تکری شود و جوابگری نکشه به خاطر همین سایتاش، به خاطر همین پروپاگانداش، ما با دیگه خیلی پروپاگاندا میبرم. تمام مادرها خواهرها را فریاد میکنم میبرویم در پلاشت برزیدی امام علی رحمانو، میبرویم در پیش سفارت حقوق بشر ما هم میتینگ میکنیم و مثل در تاجیکستان بدن او ببروید. و اینا مرا حکومت تاجیکستان تحقیر میکنه، مرا کفتکو میکنه، اینا مرا میبره، مرا چیکار میکنه؟ زندان میکنه. چند سال میته؟ 20 سال میته. اگر من زنده باشم، اگر که مردم، ای مردنم خیلی افتخار میکنم. مرگ برای ما بهتره که ما بیام غلام، ما با حجاب شرعیم، ما بیام در حکومتی که یگان حقوق مرا پشتیبانی نمیکنه، ما پتن میسپارم، ما کمیسیا میزگرم، ما کوارتیرا میسپارم، ما پولی فمیس میسپارم، ما استراخوفکا میسپارم. اگر همه شما همین پولا برین در بودجه تاجیکستان بسپارین، تاجیکستان گلگشکفان میشه. و برای چه امروز تاجیکستان به گورستان تبدیل شده، به جزیرستان تبدیل شده؟ به خاطر بی صاحبیش. تاجیکستان صاحب نداره، قدرت نداره، دولت نداره. 3 اوباش در گرد امام علی رحمان جمع شدین، همه امام علی رحمان دشمناش در پیش. امام علی رحمان ایمو زنا نترسه. ما برای خوبی آینده فرزندای امام علی رحمان میگنیم. امام علی رحمان جانش ابدی نیست. فکر کنه امام علی رحمانو که خطاب ما به امام علی رحمانو که به مردم اذیت نتن. برای چی مردم سوید نمیتن؟ برای چی مردم
مکتب به پول نمیکنن، بیمارستان به پول نمیکنن، مرده را بردنش به تاجیکستان به پول نمیکنن. برای چی؟ چی باکی مرده های روسیه را امام علی رحمانوف صاحبی نمیکنن؟ این سفارت در مسکو شده ایش برای چی؟ 8 ساله که من هر سال یک بار مراجعت میکنم، یگان کاری مرا سفارت بود نمیکنن. نه در رمضان، چند بار در رمضان خواهش کردم کمکم نکردن. به همین خاطر مردم خاموش نشینین. نامرد همون مرده که همی جب به چهره گپ میزنه. او برو به چهره گپ زن. امام علی رحمانوف عزرائیل نیست، خدا نیست که قدرت گرفتن جان تو در دست امو باشه. اگر امام علی رحمانوف امروز این دیگه هیچ کار نکرد، مین بعد به یگان مادری که به چهره میبروه، برادری به چهره میبروه بود کاردار نباشه. او را استاتیای 307 نزنه، استاتیای 307 به کارگنای امو ارگانی خودش بزنه که در گرد و بناش. ایوا همه خیل کردگیان که قدرت نه به بچه رحمانوف میتن نه به مخالفین، یا خودشون هموی که در گرد امام علی رحمان شدگه، کمیته امنیت، کمیته بخطری، کمیته تروریسم. خب نامشون من نمیدونم، من شرم میکنم ناموی امو را به زبان بگیرم. حیف ای زبانی ما که نامی یا نامرد میگیرم. من همین نامی راهبری بالا مقامش میگیرم برسانه به همین نامرداش. چی با یارا وزیری برق های وظیفه گرفت، چی با رستم امام علی رای وظیفه نگرفت، چی با مسئولی ناحیه فردوسی رای وظیفه نگرفت که 6 کودک بیگناه دنیا گذشت. برای چی و رای وظیفه نمیگیره؟ خودش چی با استعفا نداد بگه که من ندارم دیگه او قدرت. ای مردم بیا برای آینده حفظ فرزندای امام علی رحمانوف آمدن انامین روشنفکرانی که امروز در خارجن، در روسیه، در دولت‌های اروپا، خودش باید دعوت کنه به مثل همین طالبا، به مثل همین پشتونا مردی کنه، مردمش جمع کنه. ببینین افغانستان با چه قدرت رسیده. در 2.5 سال حکومت افغانستان 32 سالی تاجیکستان گذشت. دیگه نگن که تاجیکستان امام علی رحمان با پیش، بگن که طالبا با پیش، تاجیکستان با گورستان مبادل گشته. این خیلی بگین. ما همین روز سایت نگاه کردم، در افغانستان در شب تمام ایجاد سویت های، در محله هاش، در قشلاق هاش، در شهرهاش، در رهاش، در دوشنبه را میزنم نیست سویت. ای همی زرفشان اوش سویت نیست های، ایجا ای 9 کیلومتر اوش سویت نیست های، او طرفش ای ورزاب سویت بالا نیست های. تریتور خانه امام علی رحمان در سویت هست، او طرف خانه زمینی سویت ندارن. ای ترما او سویت نداره. خانه امام علی رحمان در پشت چایخانه راحت است. او طرف ترما او خانه زمینی سویت نداره. این مردم چی بخواد میکنین؟ معرفان برای چه بروین ای حقتون طلب کنین؟ طلب او مردم مظلوم کنین. او مظلومن و میترسن در او درون گپ بزنن. همه تون ببروین با چهره آشکار، یا برق یا استعفا. مرام ما همین زنها تماما هممون باید بریم در داخل وطن طلب کنیم که یا به ما آزادی میته، برق میته، شرایط مهیا میکنه، نمیتونه وظیفه را خالی کنه. بعد مراجعت ما به کارکنان ارگانی کمیته جنایی تاجیکستان، مراجعت من همچون شهروند به طور شفاهی اول به زبانم میگم، بعد ما میرم در داخل تاجیکستان من عریضه می نویسانم که برای چی امروز این جنایتکار ایوبی بوتلکر قطعی ایدیبه که سلفی به جوابگری نمیکشه. اگر هم یارا به جوابگری بکشه، سود کنه، ما خود میرم به همون کمیته گفتگوی جنایی را. اگر ما یگان گپ جنایی گفته باشم، همون که ما حق کانستیتوسیونی خود طلب دارم ای حکومت. ای مردم خاموش نشینین. خاموش شدن شما خیانت به ما مادرها های. ما شما را نمیبخشیم. ما اگر شما با چهره آشکار نبراین گپ نزنین، بعد معلوم میشه که شما هم با مثل همون خوینایی که رفتن در اروپا پاشون و بالای پاشون ای نامی حزب نهضت اسلام و ای نامی گریزه های مردمی سیاسی تاجیکستان استفاده میبرن، حرام شان بادم اون چیزی که هوا میخورن. ما اعضای گروه 24 هم نیستم، اعضای حزب نهضت اسلام هم نیستم، اعضای پیمان ملی نیستم. از همین روز اعتبارا در برنامه دیگه تون من اعضای گروه حزب درخش حقی الماس، نام شما، فامیلای شما هستیم. مادر عزیز، من خواهش میکنم که در این رقمو با ما در تماس باشه. این رقمو موندگه، رقمو تلگرام های
زنگ بزنه انشالله که صحبت میکنیم. باقی خدا نگهبانتون. در استودیو آدم ها زیادتان میخوام فکر نظر سلامت باشین. وقت قیمت شما رو نمیگیر. بخشش علم بسیار داریم نمیدونیم ای کدام علم هم بگین. ننویسونین کامنت ننویسون که این مادر به شهادت میرسونن، این مادر دستگیر کرده میشه. شما نامردا که خاموش بشینین ما مرد میشیم. ما مرد میشیم با حجاب با زبانی مادریمون میریم پشتیبانی فرزندامون میکنیم. دیلی ما با اون کودکای بیگناهی که ای دنیا چیزی ندیدن گذاشتن تا چند روز من وقت نآمدم خواه نرفتم. فعلا خدا حافظ شما. وقت قیمت شما را نمیگیرم. گپ زده دیگه نمیتونم. باور که قرتق من دیگه خدا نگهبان. غمی ملت. خدا نگهبان. خب اینک نگاه کنید که یک مادر میبروید به چهره در یک جای است که خطر است برای مادر. واقعا هم میبرویند حق حقوق چون طلب میکنن، بلکه یگان جنایت نیست. یک انسانی که میبروید حق حقوق خودش طلب میکنه این جنایت نیست. اینا سرقانون تاجیکستان برای شهرونداش اجازه دادگی است که حق حقوق چون دفاع بکنن. متاسفانه امروز مردهای ما نامرد شدگیان، نامردهامون مرد. خواهش میکنم که به مثل مادر باشین، به مثل همین مادر که بروی لااقل به چهره بروی صحبت کنی. میوه خوبه. واقعا هم در اروپا بسیار خوبه، در روسیه هم خوبه. عذاب در شما برادرای عزیز، در من نه. من الحمدلله زندگیم روی میلیون های. میتونم که کنوکه را بجقم بکشم حال ببرم برم اقفای زندگی میشم. نه که دلی من برای شما میسوزه که شما سوید نداره، شما جای کار نداره، شما گودک پلی نمیگیره. دلی من برای یک چیز میسوزه. ما اومدیم در دولت‌های اروپایی دیدیم که مردم چقدر زندگی میکنن. خب سخن دراز نمیکنیم برادران عزیز. ما را 1000 تا 1800 نفر تماشا داره. خواهش میکنم که در پرتل ما ابونه شوه، بمونه لایکاتونه که سبب زیاد شدن بینندگان بگرده. خب اینک میریم قبول میکنیم. خب صلاح الدین سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. به حکومت مردگی حکومتی که نمیشنوه گپی ما را، حکومتی که کار گنگ رنگ مرده واره و او چی میکنی؟ همین ما در تاجیکستان همین خیلی دعوا میکرده. این مرد زدگان ستاتیایی همون 13 نمیشه بابایو در همون تاجیکستان هم گاوز دیم نمیشه وقتی بایو و مردگیان این اینجا همین خو 100 گاوز نیکو و یارو نمیفهم در بدیم در هم عدلا نمیفهمم چی گفتنی درباره برق برادر عزیز؟ میخوایی که رحمانوف برقت بتیه یا که نه؟ همین فکر نظرت ما خواهش مینم درباره برق بگیم برادر عزیز. درباره برق مردم میخوان مردم پول زیاد بگیرن با برق بتیان شد. فهمیدی؟ انا میخوام در تاجیکستان هم خیلی یعنی بسیار یک قشلاق برادر عزیز میتونی بگو که من طلب میکنم از حکومت تاجیکستان که ما را برق بده. این همین قیقب در کاره دیگه یگون چی نه. کنیسن میخوام که با تمام قشلاق ها و همه جاها برق بده. حق شد باید حق مردم بده و پریستوبنیکی نکنن، نروان یا مردم رو خیلی نکنن، کاری مشکل مردم حل کنن. بله نروان یا آدم تایتای 7 نزنن. مثال جنایتی دیگه آدم ها رو نکنن چون جنایت ندارن. هم پریستوبنیک میدونم شویره بچه هاش همشه اینه میان ای کیم کجا میان یا آدم سیاته 13 میزنن یا آدم دیگه به هیچ میبرن چی میکنن اینجا مثال یا حوالش میگیرن بسیار حالی کو همین قانون براجع میگه کسی که 25-30 صدیق داره همون استفاده نمیبره میبینن که زیادتر میگیرن یقشبو نمیشه میگیرن ای دستش و با هم خیبر آوردیم بدبختا.
برادر عزیز تشکر زیاد. در استودیو آدم‌ها زیادن. میخوام که امروز درباره برق صحبت کنیم برادر عزیز. در برنامه آینده انشالله که وقتی زیادتر تا میتونیم صحبت کنیم. بار که استودیو پری آدمای میخوام که دیگرها قبول کنیم که چی میگن مردم درباره برق. خدا نگهبانت برادر عزیز. خب برادر وطن سلام علیکم. میکروفونتون رو گیرون کنید بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درود بر شما، درود بر تماشاگران شما. میخواستم موعد موضوعتون امروز موعد برق ماراتون شما در خودم رو هرچند که دعوت کردی بر ماراتون باید هر کس فکر اندیشه خودشون رو باید بیان کنن. موعد برق خفاشینی نکنیم، خفاشینی نکردیم و درد ملت ما هم یک جایه هستیم. موعد همین برق گپ زنم. روغون داریم، سنگ توده داریم. اجازت میتیم برادر که اجازت فکرندشون بیان کنم؟ بله بفرمایید. روغون داریم، سنگ توده داریم، نورک داریم، این قدر گیسو داریم، اما مردم سوید نداره. همه قدر برقای که استفاده میشه برای مردم، برای چی برای مردم نمیتیه رحمان؟ برای چی؟ یا برای اویله خودش هست یا برای منفعت زواده خودشون سوید هست، در خانه خودشون هست، برای مردم نمیتیه برقه. در دیگه دولت ها میفروشه. رحمان اوده همی کار نمیبرویی با استفا گیر آخته. با استفا تمام اوده کار نمیتونی برومده. اوده همی شهرونده تاجیکستان نمیتونی برومده. این برآمدی که رحمانوف بروردن در شبکه‌های اجتماعی برای مادرای تاجیک تبریک کرد برای 8 مارس. تو پیش از مادرای بر رحمان گفتنی هستم که پیش از اونی که برای مادرای تاجیکستان تو یک تبریک نامه کنی هم برق شونته فرزنداشون مون سوق سلامت در تاجیکستان زندگانی کنن و برای فرزنداشون کار و جای کار فعالیت مردمشون و بچه فرزنداشون رو کار کنن. برای همون مادر تاجیک تبریکات در کار نیست، همون قدرش بس تبریکاتی که این دو روز برآمد برای 8 مارس برای مدارای تاجیکا را کرده. همین چیزاش تامین که برای مردم تاجیکستان پول تامیتن، همون پول هر ماه تامیتن، هم برقاشون تامین که مردم امروز نه فقط ما باید خاموش باشیم عبدالحد، نه فقط من همه مردم باید سرجم در درد این ملت باید باشه. گپ زنم فکر اندیشه‌هاشون بیان کنن. بجای نه حداقل مسکپ شه برای گپ زنه. این کاری یا من یا کاری عبدالله یا محمد اقبال صدرالدین یا حسین اشرف نه برادرای مبارزه نیستند. ما همه وقت درد دلی شما را گفتیم برادرها برای مسکو پوشیده گپ زنی که ما طلب میکنیم سویت مونته یا با استعفا رو انم قدر ماراتون است اینجا. شما امروز میگه برای مبارزه فقط سوال میگذاره. بیا یک بار خطون در آینه بینیم با مردم خطون برای خطون سوال گذاره تو که ما خاموش میشینیم. این درد یک روز نه روز در طور سری ترام میرسه همین درد. بعد تو میبروی فکری اندیشه تا بیان میکنی اون وقت دیر میشه برادر. امروز که ما دبار تونیم همین چیزا را استفاده بریم. ما جانمون در خطر موندگیم برادران. امروز نگویی که کاری نمیشدنی نیست، همش میشود. ناامید نشوه برادران. اگر ما ناامید میشدیم امروز نمیبرومدیم دبار این ملت نمیستادیم. چشم پوشیده برومده استاتیا میتاتر نگاه نکنه. این خیلی استاتیا که ما را 3-4 نمود استاتیا زدگیم ده هیچی. یا بچه که پاک دانش مایمون رستم امالی بسوادم و خدا نه سواد من رستم امالی است بسواد است. اما این چیزایی که نمیشدنی میشود. ناامید نشوه میشود. شما فقط درباره مبارزه باشید. پادشکا دستگیری کردن برومدن در استفاده‌ای که نمی‌خواسته که ماراتون گذشته است ماسک خدیاکان ماسک بشه بروی گپ زنه. بعد یگان کس سوال شد برای چی ماسک میپوشن؟ خب حکومت ما ناعادلتیه. یک کسبی نداره همین زیدی حکومت یک زیدی حکومت حق حقوق خودش که طلب کرد میبرن زندانش میکنن میگن بروی ماراتون در بروی تیم ماسک کنه. این همین برای شما یک ثابت یک مثلا برای شما یکی مثلا میبره ماسک کردی پوشیده ماراتون ده حق حقوق خودت دفاع کن درباره درد ملتش خودت باش. بله برادر درست قید کردیم. دویم ما
بگذار شما شبکه‌های اجتماعی ما در شما میرسانیم که امروز تمام نیروهاشون در کیف و صفا از سمرقند سر کرده بخارا دبی همه پولای شما را گرفتن که پولایی که در دیگر دولت ها برکم شد با کیف و صفا فکر مردم نمیکنن اینو. برای همین مردم شما از حق حقوقتون طلب کردن یاد گیره برادران. سوال دیگه در مبارزه هیچ محلتیه. تمام سوالاتون همه جواب داد. محمد اقبال اکای محمد اقبال سردین حسین اشور سهراب سفر اکای سهراب ظفر یا گوی محیدین کبیری یا همه در سوالات همشون سوالاتون در جواب داد. اکا بگذار خودتون در خودتون سوال کنید تا که من خاموش میشینم تا که غلامی را من قبول میکنم در خودتون. این سوال خودتون در دیگه در برادرای مبارز سوال نتیه چیکار میکنه اومده چی این همه قدر ما دبرتونیم. همین مومنت که ما دبرتونیم استفاده کنه برادران. فکر اندیشاتون رو بیان کنه. صف باید رنگ یک کلان شتاب هم که صف کلان داشته باشیم. ما در کشتن قتل به یگان کس خیلی ما دعوت نمیکنیم. از حق حقوق خود دفاع کردن تمام چی مصیبت که در سر ملت میرسه باید مردم یک جای سرجمع گپ زنن. نه فقط این همسایه ما پرابلم داره ما اگر میگه ما پرابلم داره و باید ما در دشمنای خیلی در کار نیست خیلی کردن در کار نیست برادر. گجوی ده باشه در دوشنبه هم پرابلم همه کسا آواز بند باید حکومت رفته حل کنه همه کار. در قرغنه باید برای حکومت حل کنه. در گجوی که مصیبت میشوه اون چیزی که مصیبت که باید حکومت حل کنه باید رفته حکومت حل کرده شود. بگذار برادران یک برادران میبرن میگن که نمیشوه نه کار میشدگی هست کار نمیشدنی نیست میشوه همه چیز. شما فقط در بر ما باشه شما کمکای خودتون را رسان کنید برای این برادرایی که امروز در شبکه‌های اجتماعی برآمد میکنن استودیو دارن شما برومده خیلی ماراتون ده مسکه پوشیده باز یک بار دیگه میگم مسکه پوشیده گپ زنید حداقل که شما را ببینن که شما برآمد کردید یگان پرستوپیدن نیست که مثلا یگان جنایت است که خطیب مسکه کاتیان بروی گپ زنید. میدونم حکومت رقیب نومرد است سلاح داره پول داره تمام چیزا مصرف میکنه که برای منفعت مردم نه برای نمی مبارزه را آوردن یا یک کس شکستن. بله برای ما یک مادر برای شما نمونه است. یک مادر میبره از حق حقوق شما دفاع میکنه. من مادرها را میبینم افشه و حرمت عزت میکنم خیلی تمام مادر تاجیک ما حرمت عزت میکنم که امروز قدرشون پس شده در تاجیکستان و در تمام دنیا را پس کرده. یعنی قدر مادر تاجیک اگر خواهی که خیلی شعر باشه قدر مادر تاجیک بلند باشه باید شما هم خیلی مادر از مادرای خودتون دفاع کنید. از هر یک مادر شهروند تاجیکستان دفاع کنید. رحمت کلام برای مادر خدا الله عمرش دراز کنه که امروز اومده از درد ملت دور نرفته در درد ملت حق پیوست شده. فکر اندیشه چه بیان کرد. بله تشکر زیاد برادر. در استودیو هم آدم‌ها بیاتن میخوام که فکر نظر دیگرها رو هم بگیریم. تشکر زیاد که اشتراک کردید. آباد باشه الله نگهبان. خب برادران گرامی قدر خواهش همین است که برادران گرامی قدر آبونه شدن فراموش نکنید در پورتال ما. کسانی که تازه وارد شده برادران عزیز بمونه لایکاتونه که سبب زیاد گشتن بینندگان بگرده. خب غریب سلام علیکم. غریب سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. سوزی برادر تنگی سلامتی خوبه؟ الحمدلله خوبه. فکر نظرتون در باره ماراتون امروزه قید برق چی گفتنیه؟ برادر 3-4 سال شد همین مردم با یک زبان گفته ایسان سوید خیلی با گفتن نمیشه و این پدنالت با یک خیسه رفتن در کار بخیر با گفتن ایو بیناموس هم ناموس ندارن نمیشه. برادر عزیز همی خودت کی تیوری کی برین ایمی 10 آدم در پیش سامونی برای توب شوه این نمروی مرا سخرانید که مرا زنگ بزن ویدیو ویز قطع پیش سامونی قطع گب بزنم میشوه. تمام این رقمای ما هست با ما پیوست شه برادر عزیز همی خیلی خودت چندین آدم ها جمع شدگی ما میخوایم که یک کلیچستای معین شوه پس اون برویم برای یک کس دکس قطعی رحمانو میبره و اینسان ها زندانی مینه هم ایمو چه نه مادر گاز کو چه نه مادر غیرت نداریم بخدا.
همه همی آدمایی که گپ میزنن سویتت نمیتونن تانه بکار به ایجوری گفتن یگان چی نمیتونن بعد ایجوری گفتن دیگه کو ایو برقص کشتایستن سویتت دیدی گفتن یک بورتا کشتایستن اوز وابشه شما گفتایستن او ایوز خندیده کشتایستن برقص گپ بکاره فقط خستن در کار تمام برادر عزیز در رقم تلگرامی ما بنویس انشالله که ما در قید گرفته شدیم که کدام برادرایی که تیارن میخواهند که یک کار برای دولت ملت بکنن ما نویس داریم انشالله که بعد رمضان ما یک برنامه داریم که میخواهیم اونجا عملی بکنیم دیگه نمیخواهیم که اینجا بشینیم و روزی دراز صحبت بکنیم و تمام دیگه یگان کار نیست بیاید دستگیری بکنی اگر میخواهی که در تاجیکستان برق باشه گودک پلی باشه جای کار باشه برادران عزیز ما را دستگیری بکنی بیاید یک کاری بکنیم که نمره واتساپ تونده زنگ میزنه کدوم میروه مرحمت این عزیز میخیزه میدین تمام دیگه اگم به سر آنو رسیت تمام شی رسیت تمام دیگه ایروز پاگه همه مناصر میکنن میرون بیا با خوبی با بروقتی بریم ولی بهونه خوب بهونه شش آدم نه 10-20 آدم شید مرده است بوغی کمر خود خسته رفتن در خور دیگه ایستادن جا بیس پالیز نه تمام برادر عزیز انشالله که میفهمند مردم میخیزن یک روز خب تشکر زیاد برادر عزیز در استودیو آدم‌ها زیاد هم میخوایم فکر نظری دیگران رو هم بگیریم در امان خدا باشن خدا پروردگار با مراد مقصدمون هممون برسونن خب خب تشکر زیاد برادر عزیز اینک مرد سلام علیکم بفرمایید مرد سلام علیکم بفرمایید خب پلاژنیت کامیرات خاموش میکردی برادر عزیز مرد نیست خواهش میکنم که برادر عزیز تازه وارد شید پلاژنیت اما کامیرات خواهش میکنم میکشتی خوب میشید آها کامیرات کشتی و بشه اجازه ندادی که صحبت بکنی خب اینک تاجیک بچه سلام علیکم سلام علیکم واکر از خوبی کنجی تشکر ادامیو یعنی بله بفرمایید برای به سویتی یک کمی صحبت کنیم یک دقیقه این سویتا ده حیاتش نمیتیان ده حیاتش نیست فیگه دمی خیمه مراکو دا بوی گاز ماز کمی انگیشت با نمیدونم تپک چیزی که با که داریم در همیز سوزیشوری و مراکو یکون کز چراغی روشن نمیبینه و همون خاطر به تشویش بعدم یک گپ گفتنیم برادر که همین مردمی که تماشا میکنن همی را بسیار مجبور نکنه که با چهره بیاید قدمه که صدقا اگر شما را پیگیری کنه و قفای شما باشه و دبر شما میستند و چهره شرط نیست و همون خاطر خوبه همی را کمپ چکنه و مردم هم مینت نکنه طرف شد سکه میکنه از برای خدا کنه برادر تمام برادر عزیز ما هم یگان زیادی روی نداره ما میخوایم که مردم خودش طلب کردن الماس یک گپ میزنم هر کسی دل گردای تر نداره برای مثال ایرانی بیست فکر که خداوند اگر هر آدم که ایران گیت میوفری ما در این حالت نبودیم و همون خاطر که مردم سبق بگیره خیلی از مینه یوری طور شو مینت چون نکنی اگر شما که مینت چکنی فرقی بین شما و حکومت چیه یکی شما همونی مینت میکنم شما مینت میکنی و همون خاطر برادر فکر نظر درباره برق بگو که رحمان سوید بتیا یا که نه نمیتیا با میگم نمیتا خی چطوری سوید کومیتا مرده و رفته سوده همین توجیه سوید چیکار میکنه 10-15 سال پیش لوی اختیاری چی گفته بود بله درست صد روگونی گفت ساخته بشه هم خیلی توجیه میمبره میره و به چراغ به روشنی با همون خودی به تشویش خوبه برنامه ها تو خوبه نیکی
یگان توجیک نمیبینه در حیاتش سویت نمغه توریک و توریک میبره میره و تا منزلگاه به تشویش. خب برای همین خاطر برادران عزیز ما خواهش میکنیم که کسانی که میخواهند که سویت داشته باشند زندگی خوب داشته باشه ما را پیگیری بکنه دستگیری بکنه. برادران عزیز ما میخواهیم که برای مردم تاجیک سویت بتیم، ما میخواهیم که جای کار بتیم، ما میخواهیم که گودکپلی بتیم. ولی امروز پروپاگاندای حزبی من در تاجیکستان رفته شده. امروز دارن خودشان من رکلام دارن که همه خیلی آدم برآمدگی حزب شدگی میخواه که بیا سویت بتیه و میخواه بیا 500 سومی بتیه. فقط مردم تاجیک همین حزبی من اگر بدار نکنه دیگه این مردم همین خیلی روه. اگر شما واقعا هم بخواهید زندگی خوب همین حزبی من برای شما همین هدیه کردگی زندگی خوبه. اگر بخواهید برادران عزیز دستگیری بکنین مورا. بله ما برادر اختار دستگیری میکنیم همه وقت پیگیری میکنیم دستگیری میکنیم در حزب اعضا میشیم شیدگی هستیم. یکی یک گپ میزنم برادر بفرمایید. تا روزی که رشوه خوری در وطن ما وجود داره تا روزی که رشوه میخورن یگان کس خیلی پسابیه میگوی یا که کودک پلی میگوی خیلی در حیاتش نمیبینن. نه برعکس ای کودکو میکشن یا میخورن. چند قبل ای فوندای بین المللی برای کمبیزاعت ها و یتیما و بهتربانا جدا میشوه همین پل گجا میشوه. بله گجا میشوه همه جا میدزدن یا یتیم که خوردن بعد پلی کودکی با پدر مادر یا میمونن یا رنگ حیوان رو خون تا میخورن. ولی که با بله برادر عزیز تشکر زیاد. در استودیو آدم ها زیادن. میخوام ما هم برنامه باشی المجان میخوایم که فکر نظر مردم بگیریم درباره سویت. خب تشکر زیاد برادر. خدا نگهبان. خب بدیل سلام علیکم بفرما. بدیل سلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. خب این برادر پری برادران گرامی قدر خواهش همینه که بمونه همون لایکاتونه. کسانی که تازه وارد شده ما را 1400 نفر تماشا داره متاسفانه 680 لایک داریم. بمونه برادرای عزیز همون لایکاتونه دستاتون درد نکنه. خب شرفکان سلام علیکم. شرفکان سلام علیکم. و علیکم السلام. خوبی برادر خوبی؟ الحمدلله خوبیم. بفرمایید برادر. نام ما شراوگان است. هم شراوگان اگر رقم دروازی با خوب میشد نیست یا باشه کو فکر میکردیم که بیوه بعد خایا کی اومد ما دایم پایو میستم که نه برورما دوای اومد یا پایواز که ما قطعایا هم صحبت شما مثلا شید گپ نیست. خب هم پایون در باشه انشالله که صحبت کنیم. خب برادر محمد دمین. خب سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به همه بینندگان برنامه، علل خصوص به همه مادران و خواهران و برادران مبارز. خب دایره مسئله سویت مارافون ببرقی. بله من یک عضو همین جامعه تاجیکستان، عضو یک همین برادران مبارز. خب ای حکومت دیکتاتوری تروریستی رحمانوف قاطعانه طلب میکنه که سویت به مردم داده شود. حال اون که من این دولت کنه همه رژیم غیر قانونی همچون یک رژیم غاصب میدونم، تروریستش میدونم. با وجود همه کمبودی هایش باید که تا حال که در سر قدرت است، تا اون روز که در سر قدرت است باید که به مردم خدمت کنه. نه که از تجربه و از چیزی که ما در حیات طولانی همه رژیم غاصب دیدگیم این هیچگاه نمیتیه. از این امید نکنه. این نمیتیه فقط روش سرنگونی این رژیم است خلاص. خب این دایره همه مارافون سویت. خب بعد همین برادر پیشترک برآمد کرد با وجود همه احتراماتی که من به همین مادر بزرگوار دارم همچون شیرزنی زمان معاصر خودمان. خب
نه که من طرفداری از آن نمیکنم که مثال مردم امینت کنه که ما با چهره‌های آشکار میبرویم. من شخصا خودم طرفدار نیستم، برای که تو او انسان اگر خودش نفهمه و خودش به خلاصه نبروید که همین روز اعتباراً با چهره برآمدن ما در همین برنامه‌ها منفعت داره، او انسان رو هیچگاه مجبور نکنه، مجبور خاطررسان بکنه، دعوت بکنه به چهره، نه که تحقیر نکنه نسبت دیگر مبارزان پس پرده ای. مثال وایورا میدن نکنه که ما زوریم شما بجان، یا که ما اینه وایورا در همون سطح خشو کارهای را وایو به انجام میرسونه که در حیات من شما هیچ کار از دست مون نمیاد، اگه حالا که به همون چهره آشکار هم که باشیم. برای همه این برادری که پیش ما گپ زد، خب من همین طرفدار میکنم، گپای بسیار به نهایت خوب زد. مقصد گفت که مثال مینت نکنه، راه مبارزه راه هر کس برای خودش میکنه، برای خدا میکنه، برای وطن میکنه، برای زن و فرزندش میکنه. هر یک انسانی که اگر قدمش یک لیمون وای مبارزه، فهمیدی؟ تو خود عوض بالا و بسیار وای نشمار. خب باقی در امان خدا باشه. من گفتم اشتراک کنم، مثال همه گپای خدمت رسانان نسبت مارافون هیچ امید نکنه، امید نکنه. این یک جنایتکار، تروریست، قاتل، غاصب، امام علی رحمان، این پروست ازدواج ستون داره، فهمیدی؟ یا اگر بخواه کو همین پگاه تمام همین تاجیکستان با قوای برق تامین میکنه، نه که نمیخواه ازدواج ستون میکنه، گشتن میگیره. بله. سلام علیکم و رحمت الله. خدا نگهبانت برادر عزیز. خب برادران گرامی قدر، خواهش همین است که بمونه همون لایکاتون دستگیری بکنین، در برنامه ها فعال باشین. برادران عزیز بدون فکر نظرهاتون بگین. اینا نگاه میکنیم که برادرانی که در اروپا هستن 3-4 نفر با چهره آمدن. من خواهش میکنم که زیادتر بیای فکر نظرهاتون بگین. خب سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. کالوار سوزی نغزی. تشکر. فکر نظرتون اویدی مارافون امروزه، اویدی برق. برادر عزیز تنها درباره برق صحبت کنیم. بفرمایید. میخوای که امام علی رحمانوف سویت هم بتیا یا که نمیخوای که رحمانوف سویت بتیا؟ بفرمایید. میخوایم. لعنت کنه رحمانوف. نه تلفن 2 نفر. لعنت بر رحمانوف. برادر عزیز اگر یگان پیغام داشته باشه کوتاه بفرمایید، برای که در استودیو آدم ها زیادن، نمیخوام که وقتی مردم هم بگیریم. فکر نظرهاتون رو کوتاه بفرمایید، خداحافظی میکنیم. بفرمایید. لعنت بر رحمانوف، استعفا رحمانوف. نه تمام همیقا. بله اکا. خدا نگهبان تو. تمام. سلامت باشی کالماز سلامت باشی. خدا نگهبانت. خب برادران گرامی قدر، خب وقتی نامتون نمیگیرم خواهش میکنم که کوتاه درباره سویت تنها صحبت کنید. برادران درباره برق موضوع را دیگه نبرید، خواهش میکنم. وقتمون کمه، 1 ساعت و 20 دقیقه دیگه ایم در برنامه، پس خداحافظی میکنیم. خب برای همین خاطر کسانی که میخوای صحبت بکنه فکر نظرها را بگه. برادرای عزیز بیوی بگه این چیزها در تاریخ میمونن. پگه شما میتونه بگه که ما در فرام برنامه اشتراک کردگی بدیم، فکر نظرهامون گفتگی بدیم. به همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشه، ما را پیگیری کنه. کسانی که تازه وارد شده برادرای عزیز آبونه شوه، بمونه لایکاتونه که سبب زیاد گشتن بینندگان بگرده. خب مگه سلام علیکم. و علیکم سلام. بفرمایید. امی یک سوال بتینه که مردک شیم ولی گروپ نبروری. یک سوال شما بتینه، یک سوال ما. نکی مردک گوری زلو که محکم نکنی. مردک گوری گم میزنی. بیا. امی شما چی باید همی کارا میکنی؟ شما خدا نمیترسی؟ همین جنایت همین کاری که حاجی من کرده سودم. همین کاری که حاجی من کرده سودم با یکمش جنایت
конечно تو میدونی که شما جنگ اندازین، شما یکم تستون یکم شنیم یکم میلیون آدم باشین که خدا که نخواهد شما جنوب اولی چه گفتن نمیتونی. من اگه تو بیس همیشه که آیا خونه 6 شما را نفر مرد گوش که آیا خونه 6 نفر مرد بعد جنوب اولی بینم تا بعد جنوب اولی بینم تا آدم وقتی بمبره گوش که اگر جنوبی اولی سوید میداد اونا تمر عواب نمیکردن در خونهشون نمیمردن. می بخشی گوش که دیگه اینا تو خودت فرزند تخسروندن نمیتونی بعد جنوب اولی بینم تا کی فرزندش نمیتونه تو فرزند صاحبی نمیکنی بعد جنوب اولی بینم تا کی فرزندش صاحبی نکرده تو نمی تو نمی جوابش خواهی پدر مادرت بود خواهد نشون داد خونه زندگی تا چه زندگی میکردی خواهی تو داشتی خر گوش که شما همتون اروپا شما را کورن که سگی بابا و اسفوده تو میبره گوش که حکومت ما دموکراسی حقوق بنیاده دموکراتیا خیلی نیست که شما برین مردکی زورین بیاین در دولت گپ زنید دور عوام میکنی همین تاجیکستان دموکراسی داره همین رژیم امروزه دموکراسی است اینترنت سست اینترنت هست سست که او که آدمو را جنگ میدادیم 100 مگاپیکسل سکوند بهترین اینترنت است. تو چی اومده اینجا برای اینترنت که آزاد نه من طرف هستم که تاجیکستان دموکراسی است. تکنش نه دموکراسی است. دموکراسی باشه چهره تا اون که بینیم نه اوخی گوش کنی همین بخدا هم شما را من اهمیت میتونم کو وقتی که گوش کالی در پایون بیس گوش که شما همون قانونمرده که چهره قطعی نمیبروی صحبت بکنی با مردم. من میخوام یه حکمدار بویا صحبت کنه تیا مهاجری پوچکنده اومده با من دست به گریبان شده سودی تو مرده که من لبو سوال ایتره جواب میتیم برو چهره قطعی برو کامera تگیرون که من خیلی گپ زنم میبروی توی نقل میکنه اینجا کاری شما خیلیه من سر قانون تاجیکستان اجازه دادگه کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که برام حق حقوق خودم طلب بکنم اینقدر تو پای باشی تو ندانی که سر قانون چی گفتگیه بعد آخه میگردی خب برادران گرامی قدر وقتی که نامتون نمیگیرم خواهش میکنم که صحبت بکنید. خب سکای فورس سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. برادر من میخواستم اول سلام علیکم به کلی تماشاگران شما برد و در خانه هر یک تاجیکستانی آبادی و روز 8 مارس به کلی مادرای غمدیده که در طول 32 سال یک روز خوش ندیدم به کلی اون مادر زنها تبریک و مبارکباد میگم. و بعدا برادر همین احمقی که روز برآمد درباره چی گپ زد اگر فرزندت بگه گفت چیزی بشه گفت پیشوا گناهگار است رحمانوف گناهگار است مسئولیت امروز فرد و ملت بر دوش خودش گرفتگی بود هیچ که او را مجبور نکرد و خودش قسم خورده بود. بله خود همین ملت در یک خور بخله کلش امام علی رحمان گناهگار است برای که مسئولیت داره. بله دیروز که اون 6 نفر 7 نفر ای خاله که برآمدن مادر که گفته که دیروز با 3 نفر مردن هم خود به خود نمردن مرگ طبیعی میبود میگفتن خواه مرگ طبیعی مردن یا یک کسا بدن بیمار بدن برق نبود از خنکی مردگی هم از دوجی از زهری دوجی همو انگشتو مردگی هم که انگشتو را خوب کارکار نمیکنن در ما امروز میبروید هم مرا در کله خدو میپرتویم خواه خدو خواست همه کشید و همو فرعون هم در سر قدرت بود
نمیشد که خداوند بگه حضرت موسی را که من خواستگیم تو قطعی و ستیزه نکرد. خب سلامت باش برادر. عزیز اینجا در استودیو آدم ها زیادن، میخوایم که فکر و نظر دیگرها هم بگیریم انشاءالله که جوانی سپاس برادر، موفقیت. خدا نگهبانت. خب با بیا کن مگه خب مگه نیست. محمود سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برادر الماس صدو هست؟ بله. همین اول یک شخص بار اومد میخواستم به هوا صحبت کردم. همین گفت شو از خدا نمیترسیتون. یک دو سوال داشتم به هوا برادر. اگر من بیانده باشه خوش کن. وای برا خیر من همین چیز میپرسیگی بودم که خیر بگذار همین میگون که آب نیست یخ خریگی خیر بگذار همین باشه. اقلا بخیر جنایت ما یک چیز جنایت او دیگم برای چی خلق پیشه که آگاهی نمیکنن که سویش نمیشود. همین شاید که همین برادره که همین 4 کودک زن خودش مرد اگر آگاهی میکنن ممکن است که هوای برادر خونه یکون پدرش یکون اولادش میرد از کوارتیرا به اوگوی میکشن خودش. این جنایت نیست؟ بوای میگوید که شو از خدا نمیترسیتون. ما برق نیست برق تیگین مگر جنایت یا پیش خدا یگون گناه خودش به چی میگو نمیدونه. توبه کرام برادر الماس بو وقت نمیگیرم. همین پیشنهاد من نگفتی گوش کردم شاید تو منظور من فهمیدی برادر. ما یک تو پیشنهاد کردم. خیر باقی درمون خدا باش برادر. خدا نگهبان. خب اینجا کی بود برادران گرامی قدر؟ این برادر شرفکن نویسگی حالی که شرفکن آمد انشالله که قبولت میدون صحبت میکنی. برادران گرامی قدر خواهش میکنم که ما را پیگیری بکنی برادر عزیز. بمونه لایکاتون است سبب زیاد گشتن بینندگان بگرده. ما امروز 1,500 بیننده زیاد تماشا داره. متاسفانه لایکامون 700 تا است. خواهش میکنم که بمونه لایکاتون که سبب بیشتر گردیدن بینندگان بگرده برادر عزیز. موضوع هم همین است که برادر عزیز امروز باید ما درباره برق صحبت بکنیم. مردم فکر نظر شب بگیریم. شما میخواهید که عملی رحمان شما سوید بتیا برای فکر نظرهاتون بگین. برادرانی که در اروپا هستید، در روسیه، در ترکیه، در قزاقستان، برادر عزیز برای فکر نظرهاتون بگین. ما امروز ها برنامه ها کشودگیم که همین یک هفته آخر تنها درباره همین ماراتون برق میروه. در همه برادرای مخالف امروز دارن پریمای افیر دارن. با امروز با برنامه برادر محمدی که برادر اشورف است، برنامه حق و باطل است. خواهش میکنم که ما تا ساعت 6 داریم دوام میتیم. بعد 6 برادر اشورف میبره. خواهش میکنم که بدروی فکر نظرهاتون در برنامه‌های مخالفین بگین. بی‌طرف نباشین برادر عزیز. این همجا برای 1400 نفر تماشا داره. در بگیم که در استریم آدمی نیست که صحبت بکنه برادر عزیز. من یک چیز نمیفهمم که نخو 1,500 آدمی نباشد که در استریم برای فکر نظرش بگه. آرزو میکردن مردم 5 سال پیش 10 سال پیش که همین خیلی برنامه ها باشند مردم برای فکر نظرش بگن. امروز مردم دیگه نمیدونم که به سمت خاموشی رفته شده برادر عزیز. اگر طلب نکنه رحمانوف نمیتید. به همین خاطر خواهش من همین است که برای فکر نظرهاتون بگید، طلب بکنید. اگر طلب نمیکنه رحمانوف نمیتید توسید. نه جای کارتون منه، نه یگان مشکلیتون آسان منه، یگان کار نمیکنه. خب برادر عزیز بیا که شرفکن او برادر نه اومد و اگر می اومد که با کار با رنگ دیگه می گرفت. اگر یکان چه گفتنی باشی برادر عزیز فکر نظر تا بگو انشاءالله که برادر عزیز شرفکن همیجا باشی. اگر میکروفون تکشو بفرمو اومد انشاءالله که قبولش میکنیم که صحبت میکنه خطی خودت.
خب این برادرم نیست. خب چی گفتن این برادران عزیز؟ در کامنت ها برادران عزیز من خواهش میکنم که فکر نظرهاتون رو بنویسید. من خواهش میکنم که کسانی که میخوان ما را طرفداری میکنه، ما را اینم 1300 نفر روزی تماشا داره، بنویسید برق بنویسید. میخوایم که رحمانوف برق مومبتیه، برق پروستا برق بنویسید. همین کامنت من میخوام که مردم کامنت بنویسن اویدی برق یا که استعفا رحمانوف، یک شعار باید شما بنویسید در کامنت ها برادر عزیز. میشینه پروستا تماشا نکنه. خواهش همین است که وقتی که 6 تا برادر عزیز لایک تمام دی، یک کامنت، یک نفر اگر یک کامنت بکنه بسه ما را 1500 نفر تماشا میکنه، بمونه لایکاتونه یک کامنتی بکنه، ویدیو را 10,000 آدم تماشا میکنه. نمیشه 1,500-2,000 آدم اگر لایک بمونه و کامنت بنویسه تا 10,000 بیننده میخیزه. این برنامه یوتیوب همین است که چند که کامنت باشه و چند که لایک باشه ویدیو در تاپ میخیزه که میبینن مردم. به همین خاطر ما امروز برنامه را کمی بر وقت به آگاهی کردیم. به همین خاطر که مردم امروز بیننده های ما کمن، برای که در تاجیکستان اولی سویت نیست، سویت شوه بعد مردم میدروین. خواهش میکنم که برادرای عزیز بازم میگم که بیای ما را دستگیری بکنی. این حزبی ما برای همو مادرها و خواهرای سرفرزند است. ما میخواهیم که بیایم شما با برق تامین کنیم، کودک پلیتان بتیم تا سن 18 ساله. ما میخواهیم که در تاجیکستان جای کار باشه که شما مهاجر نباشه. اگر مهاجر هم باشه میخواهیم که یک کاری بکنیم که پاتن ای بین بروه که شما همو 10,400 چند سومی که هست اوه نسپاره در روسیه. برنامه های ما خیلی خوب هستند. من خواهش میکنم برادران عزیز که ما را دستگیری بکنید. دستگیری شما پیشروی ما است. اینجا چند گپایی که هستند که در رادیوی آزادی و در دیگر برنامه هایی که هستند نشان دادم. برادران عزیز دیدین که در تاجیکستان چخه برق نیست. دسته به برقی را چند کودک ای بین رفت. در یک هفته چند 8 تا یا که چند نفر چند کودک ای دنیا گذشت از دودی انگشت، ای دودی کمر. به همین خاطر برادرای عزیز باید ما همه کسا دعوت بکنیم، طلب بکنیم که حکومت امروزه ما را برق بتیه. خب تشکر زیاد برادرانی که اینجا کامنت کرده، فکر نظرهاتون رو نوشته. یا جهان تشکر. خواهش میکنم برادران عزیز که ما را در استریم پیوست شین، بیاین فکر نظرهاتون رو بگین برادران عزیز. یک دست در استریم هم که پر میشوه که دیگه آدم ها را نمیتونه که جواب داده میمونن اینقدر میبرویم. یک دست دیگه استریم خالی موندگه. برادران عزیز کسانی که میخواه فکر نظرهاتون رو بگین مرحمت بیاین فکر نظرهاتون رو بگین. خب اینک خب اینجا کی بود؟ خب سویت نیست، یک سویت نیست. خب سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سویت نیست، بفرمایید. سلام علیکم. این سلام شما اجازه دادگی نیسته، شما قبول کردن نمیتونم برادر عزیز. احمد سویت نیست، بفرمایید. سلام علیکم. این برادرم نیست. خواهش همین است که برادران عزیز وقتی که وارد میشه اجازت بتین، پسان وارد چین. اجازت پره دادگی نیستین، بعد من شما را قبول کردن نمیتونم. جا 3-4 نفر اومدگی من متاسفانه قبول کردن نمیتونم که شما صحبت بکنید.
خواهش همینه که وقتی که لینک در کامنت یا که در اپیسانی میجکش پراموی بر استودیو میاره همونجا اجازت بتین همشه پس ما دیگه شما را قبول کرده میتونم به یگان مشکلی. خب برادران گرامی قدر خواهش میکنم که ما را پیگیری بکنید بمونین لایکاتون پدیلید بکنین که تا سبب زیاد گشتن بینندگان بگرده. امروز در موضوع برق میخوایم صحبت بکنیم. یک چند نفری که برآمدن به چهره صحبت کردن متاسفانه امروز در میدان سیاست این آدم ها کمن که میبراین صحبت میکنن. خواهش میکنم که ما زیاد هستیم بیای فکر نظرهاتون رو بگین. خب امام تفک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. اکل مسازه خوبه اینجا؟ تشکر. باور که دسته گفتن فهمدن بیزور شدیمی باور که ایده بطه شوه که باور که آدمو تو این درجه را مرگ ترسموش دگیان که ای حق خشو دفاع کردن هم میتونه دایره یا میمبری یا ترمان میشه. تمام همی درح داریم تمام برق نداریم. آدمو را میگوی میگه که ایا جهاد مردم خوب مینه که شما گیزوتی میخره فلان رحمان و فبخر میگن. بله والله قسمای میگه که سوید بتیا یا که نه بفرمایید. نفهمیدم. ای حکومت طلب میکنی که حکومت با مردم تاجیک سوید بته؟ ای حکومت رحمان طلب دارم که آدما را سوید بته. با یا برگه میگم چوپلوسو ای او پاسیده است ای تری سوالو دیدیست که سادکو یگان آدمی گلک کبتی فهمیدی هیچی ای سوالو ای تری به عقلی توپایی گلکی را که خنده تو میگیره. به خدا قسم او کم شده است ای تشکیده است او تشکیده است نه چون او کم شده باشه با طالبان میفروشه. اگه الله لعنت کنه رحمان فا با طالبان فروخته میتونه کن تو با طالبان میفروشه. امام علی ما گپی حق میزنیم امام شیطان بچه مره میگرسخته الله لعنتش کنه ما گپی حق بزنیم میبره ترمام مومنه کن اما پدن علتی بیناموسی دایوسا دایوسای بیناموسی شرمنده های بغیرت زناتون تجاوز کردن در پیش تو سوید نداری دایوسی ده بیناموسی ده بمبره روسو بیناموسای دایوس با میگه که همین جنگ اوکراین هم بشید ما میم کار میکنیم ایره بیناموسی دایوسی تونم امروز پگه 6 میلیون میشه نخود توی درجه را آدم بیناموسی دایوس میشه که بیاید تا حتی را آدم توالید میشون در روسیه شما بیناموسای دایوس فقط پشتی رحمان فهم میگیری. دختراتون در نوروزی برده کنی لیچ که ایسا از گب میزنده کو بیناموسا این رحمان پدن نعلت این روزه این مسلمان است یا ابو جهل لعنتی پدن نعلت در ماه مبارک رمضان در 21 تماشا کنی سراتون مینا همه تون روزو خره همه تو روزو خره پدن نعلتو یا برق یا استعفا تمام برای دفشه ای 7 محلت بیزار خون مردم خوردی کو تو پدن نعلت زنگ میزنیم با بیام و اویام ما میگیم پرسیم نمیتونیم زنگ زدن نیست سوید نیست چی گپای خودش ای مردم مظلوم زده تاجیک ای بیناموس نشه بخیزه بزنه قدمی پریزیدنت قرغیزستان نمیشه نخو تا این درجه آدم ها بیناموس شوند که همه مردگیان سال 91 مون الله لعنت کنه قطعا سال 91 عصر 23 زندگی کردیم 35 سال حکمرانی کرده است این گیس راغونه برای گوری مریم روز کیسه است یا با سویتا را با کی را داده است با طالبا را. بله برادر عزیز یا جهان تشکر. در جای آدم ها زیادن میخوام که فکر نظر دیگرها را هم بگیریم یا برق یا استعفا تمام دیگه چی نیست این گپی دروغ همه او کم شده است. بله ایدسته حرمی پدن علتی تو نکی توی درجه را کسیفی که ایسه ایس او شوشته ایسه است و برده ایسه است و امروز بگه با هوا گرم میشه و
моҳи март апрел боронгарӣ зоид мешавад. раҳмонови паданалати абуҷаҳли лаънатӣ агар гиҷой бирава ба касофати ҳаму баъди рафтани ҳаму падар лаънати оқи падар барои як касрати касофатай баъд яю касратиш мезанар. ягон ҷоро об мешува, ягон ҷоро чапа мена ё замин меҷимба. айро як касофатиша. наъузу биллоҳ меган ки агар президента бинӣ сояи худо ҳай наъузу биллоҳ. шумо то ин дараҷаро одамо беақли тупой тупарила мешавед. кадом подшоҳи зулм золим кайс аст одаморо ба панҷ рагми ислом ҷанг кайс аст падар лаънат бо сояи худованд мешаст наъузу биллоҳ. шумо то ин дараҷаро иқаб гӯспанди беномуси даюс мешавед. як хелша мегӯ мега ки хуб шумена ҷанг шидак дар Москва фалони раҳмона гардам ки шуморо айда бата мена. агар шуморо нигаҳ бин накуна шумо чум чико мене. обута света бита ҳамо одамо ҷанг ки беномусо даюсо ку бире дар чи ҷанг кунӣ дар душанбе ҷанг кунӣ раҳмонов барои мебара тирмату мена барои медона таҷовузту мена барои мерини шаҳри одами омадагӣ бегунае тунтуна биҷиқе дар ҷо бишине нахо одам то ин дараҷаро беномус мешавад. мо инҷа мубориза бурдаистам ба зидди лаънат карда алло шумо гирифте дар инҷа ҷанг кайсе як гови рих ҳамаро рих мена ку а як ҷиҳат хуб ту мена ами Путин фаҳмиде шуморо на ба хубӣ на ба гандагӣ ака Муҳаммад Иқбол 7 сол шид айдисай гуфтана валлоҳи қасама ба касали қанд задак шумо даюсҳои беномусо то ин дараҷаро даюс шидагие ки фақат пишти Раҳмонов мегире шумо кунлесако кунтиё занотуна таҷовуз кайса свет надозаисе паданалато шумо то ин дараҷаро беномус меша шармандаҳои беғайрати беномус. برادر عزیز آدم ایسا دایوس نمیشوه. خودت همیشه حوضی بیت یک آدم میخواه خطی خودت صحبت کنه خودت همیشه بیت حوضی من جا یک آدم قبول کنم. خب تجیکه نولسه سلام علیکم. سلام علیکم. امی آدمی گفت زده سر بگو با چهره بدروی بال خدش گفت زنم بردارش بالا برونش یکم یو تو چهره تا گیرون که بایم گیرون همون چهره سوی کنم من همینه مرده گروی میکنم بدروی ببرونش همین شوم چی اومده توی نقل نکنه من خیلی که توی نقض نمیبینم. خب محمود شریفوف سلام علیکم. و علیکم السلام رحمت الله و برکاته. برادر اولاد خوب هستی تیج هستی؟ الحمدلله خوبه. باور کن این رحمان و سفیدم بخت دادنی هم نیست فکری مردم هم نیست. از این باید ما یک خلاصه بریم ده. اولش به مردم گفتنی هستم که بعد از 3 روز دیگه رمضان ماه رمضان میبیاد. برای همین این کلاغ ممکن است برای شما سویتیت برای مردم سویتیت تا که شما برای وی با دعا کنید. تمام دعا نکنید وی حیف دعا باشه. او باید سرسخت گرسوخته حق مردم خورده مردم در یک چیگم پول پوچک نمیگیرن. باور کنید این سویت دادنی هم نیست. برای همین خدا خیستان دکو سرجم شدن دکو طلب کردن دکو از کمترین حق خود دفاع کنید. از کمترین بیجای نمیرید کدام حکومتی در اداره حکومت میرید وقتی که میبینید که همون یک کارگر عادی برای سر ما ظلم میکنه به این مقامات باید شکایت نویسید. بگذارید مقامات شکایتش ما تفتیش کنه. این خیلی نیست که هر گوی پولش تی هر گوی نشه کنه. بعد به مهاجران هم گفتنی هستم که برای همین خانه برای پدر و مادر و والدین کمتر پولی برای خوردن فرستونه که برای خوردنش بس شود. نه اینکه برای اینکه وای نلاگی این حکومت تیادو کسی حکومت پول گذاره. نباید ما این کارو کنیم. برای همین خاطر مبارزه شدید بردن. برادر عزیز در استودیو آدم میخوام که فکر نظر دیگران بفهمیم. خب خدا نگهبان. خب ماموکا добрый день или добрый вечер. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Да, что-то мне с камеры, короче, это получился. Вот сегодня тема, какой у вас, Алмаз? Тема точно марафон по поводу электричества.
у народа нету электричества. Мы хотим, чтобы Эмомали Рахмонов дал народу электричество. Да, если он был бы человек, короче, он сказал бы, давайте я дам истефо, как бы, да, пускай кто-нибудь другой придет, этот самый, я оставляю этот самый, ну, есть достойные люди, короче, ну, ты вот сколько лет вот занимал этот пост, ну, ты всех своих, короче, родственников обеспечивал, они уже деньги достаточно заработали. Но отдай другим людям, короче, люди, чтобы нормально жили. Да. Так и хотим. У вас с интернетом что-то плохо, но в следующий раз я вас приму, пообщаемся. Инжа бародарони гироми қадр, лайкора фаромӯш накунед. Бимонед ҳамун лайкотона бародарои азиз сабаби зиёд гаштани бинандагон бигарда. Мо як соати дига дар барномаем. хоҳиш мекунем ки максимални дастгирӣ бикунед моро ки бародарои азиз сабаби зиёд гаштани бинандагон бигарда, ки мардум пасон баъди эфирам тамошо бикунанд, бифаҳманд ки мардуме ҳаст ки ҷавонмардое ҳаст ки имрӯз мебироянд аз ҳаққи ин миллат дифоъ мекунанд. хоб ватандӯст, салому алейкум. ватандӯст, салому алейкум, бифармо. ватандӯст, ватандӯст нест. хоб теҷаке 03 بابای علما سلام علیکم. و علیکم السلام. همین شما بیزار کردین قطعی همین سوید همون 5 ساعتی من میدادن، همین گفتین ای همون 5 ساعت خدا 1 ساعتش کرد. میدونی همین را نیست اگه موضوع دیگه تون بگیرین علیش کنین همین سوید بگم اخی چو داشتونتی؟ استغفرالله. شما به دشنام میتونه صحبت کرده. میبروه میگن که مردکش چهره قطعی برو دشنام که لبای چهره قطعی برو دشنام که من قبول دارم. که من گوشات ابا بینم پگه وقتی که اومدم بیرکت زدم در گوشات برای که آدمایی که ما گفتگیم که وقتی که بعد این انقلاب ما میایم کسایی را بیرکه میزنیم که او انسان ها بزن یا که چاپلوسن، او انسان ها بیرکه زده میشوند که در جامعه اگر گشتن میبینن که ها همینا همون چاپلوس بودن یا که یک بز بودن. به همین خاطر برادرای عزیز دشنام نکنی. ما یک دشمن داریم رحمانوفای. من نمیخوام به شما یگان خصومت داشته باشم. من شما رو دشنام نمیکنم، نه پدرتونه نه مادرتونه نه اختونه. چی میبره یک آدمی که میخواه برای تو سوید بتیه، یا آدمی که میخواه که بیا گودک پلی بتیه، یک آدمی میخواه که در تاجیکستان جای کار باشه، یا آدمی میخواه که در مهاجرت عذابی سخت نکشی، پتین نسپاری، یا آدمی که یک برنامه داره میبرویه، شما میبرویه ایجاد توی نقل میکنی. خب وطن دوست سلام علیکم. وطن دوست سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اوز هسته؟ بله. تاجیکستان و پیش. تاجیکستان نه تاجیکستان. همین بیناموسایی که تاجیکستان و پیش میگه تاریکستان و پیش میگه تاریکستان. بله تاریکستان با پیش پیشروی تاجیکستان شما در چی میبینید؟ پیشروی تاجیکستان یگان پیشروی نداره. سطح زندگی شهروند وقتی که سطحی بالا باشه بعد به پیش میشوه. یکم درجه که هسته قوه برق 25 سال 30 سال میشوه نداره. خوراک ارزان نیست. دین تو پایمال کردگیان آزاد نیست. دین تو
برادر عزیز امروز درباره دین درباره دیگه چیز بیا بمونیم. امروز تنها درباره سوئد میخوایم صحبت بکنیم که مردم زیادن اینجا. درباره سوئد چیه یا سوئد همه سطحی زندگی مردم یکمش سوئد های دیمش خراک های دیمش سوئد بعد هم رفته ای سطحی زندگی گپ زده است دیکو. بله میگه که برای چی همه کمان میگم برای چی قرقیزستان ازبکستان همه وقت سوئد داره خوراک ارزان داره تاجیکستان نداره. بله با شما میگه تاجیکستان با پیش سطح زندگی بهتر بالاتر ای استا میشوه استا 30 سال شده به نامسو. برادر عزیز یک جهان تشکر. جا در استودیو آدم ها زیادن. من میخوام که یک نفر قبول بکنیم که یک انسان گپ شب بگه برای که یک نفر خوب باید موضوع الماس الماس همه قانون ترا میگون که هر گلو پلوه که بیچاره همون عبدالله که کسلی های باید هر یک گلو بلو ها در ایجا جان نکه لکسی پروست وقت صرف نکه مون هم بچه هایی که یک مایده همون غم درد دیلی که چونه بگن تمام گپ نیست برادر. بازی همینجا یک گل میزنی میگه این خواهین ملت این گروه 24 این نهضتی همه بیزار ما این نهضتیش این گروه 24 ما مردم شهروند وطن دوستیم بیزار شیدگیم. حتی شما میگه خواهین شما هسته که قوای برق حتی قوای برق دزیده حقی مردم دزیده فروخته شده. این خیانتو زمین تاجیکستان فروخته. این خیانتاتو خیانت کیای؟ خیانت 4 تا مهاجرای. برادر عزیز شما را انشالله که شنیدن حکمدارو تشکر زیاد جا در استودیو آدم ها زیادن. ما هم وقت دیگه نمونده انشالله که خداحافظی میکنیم. با همین خاطر همین آدم هایی که در استودیو هستن همین قبول میکنیم با مردم هم وقت برسن. بخزه حق حقوق تو دفاع کنه به ناموس نشه مرغ نشه ای تک نیجی پلین تو شیده قدرتون در گه زدنه که بس کنه یک میدن ننگ ناموس کنه و الله قسم شرم دارم به تاجیک بدنمه. الحمدلله که حد اقل مسلمان تولد شدم همه قشم فخر میکنم نه که به تاجیک بدنه و الله قسم شرم دارم. خب تشکر برادر عزیز. مردن شما بر این به کن لسو پاتوی لگم بردار. برادر عزیز آرام باشه دشنام نکنه یگان کسا تحقیر نکنه انشالله که همش خوب میشه. خب برادر سنت الله خب سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید برادر عزیز. و علیکم السلام. خوب هستی برادر عزیز؟ الحمدلله خوبه. صدای من خوبه یا مشکل تکنیکی داره؟ یگان کم بدی نیست بفرمایید. بهترین. چخیل قبول میکنی مهمان یا یگان قبستین؟ نه همیشه تا یک چند دقیقه بیست من انشالله که برمیگردم تغوری ایجاد مدیرت راسته میگیرد اگر نفر درکا باشه قبول میکنم. خب فکر ندارم که آدم قبول میکنه. مدیرتر باشه مشکل نیست انشالله وقت دارم یا 10 ساعت یگون در خدمت میشیم. درود و سلام به هموطنان عزیز و تماشاگران گرامی که طول 4 روز می شود ماراتون تشکیل کرده ما را بگیم یعنی پیگیری میکنین. کسایی که واقعا اگر آگاه هستین از این ماراتون یکم ماراتون اول در کانال پیمان لایف شد دوم ماراتون در کانال پیام تیوی شد سوم ماراتون در دوم ماراتون در کانال اصلاح تیوی سوم در پیام تیوی بگیم امروز در کانال درخشان تیوی همین خیلی فردا شنبه هم انشالله باید ماراتون ادامه کنه در کانال پیمان تیوی. روز یک شنبه فعلا چیزی گفتن نمیتونیم. کسایی که واقعا اگر میخوای یک تغییرات بشود در زندگیتون التماس میکنیم از همه شما هموطنان عزیز که در همین ماراتون سمتون بگذارین.
سهم گذاشتن شما به چه شکل میتونه باشه؟ مثلا یک لایک بگذار یا به یک هموطنی که مثال هست یا به خانواده های خودتون روان کنید. خانواده هایی که در داخل تاجیکستان هستند فعلا ویدیو رو باید تماشا کردن نمیتونن، خیلی اسکرین شات کرده، فقط اسکرین شات کنه روان کنه که بگید پدری عزیز، مادری عزیز، فلانی مثال، بعضی مثال با کودکای مدد در داخل تاجیکستان با دمی سردی بگیم چی عذابا کشیدن. یا گروه هست که همین ماراتون گذرانده هستن، شما به توجه نباشین، شما فقط کم ترک باید که امید در خودتون زنده کنین. وقتی که انسان امید در خودش زنده میکنه به یک شکل حیاتی نو بگیم احساس میکنه. انشالله اگر ما و شما در همین ماراتون صادق باشین واقعا این نتیجهش خوب میشود. گرچند که حکومت اعتراف نمیکنه این ضعیف بودن خشه، ما حالا که احساس کرده هستیم با بعضی قالب و شکل‌ها واکنش کرده است با طریق فابریکای جواب نمیدونم آوانگاردایی که هستن، انا ژورنالیستایی که بگن فروخته شده هستند در داخل وطن با واسطه همینا واکنشش کرده است. مثال یعنی واکنشی ما به برق زندگی میکنیم، فقط میخوایم تنجی باشه، نمی واکنشه. با همین خاطر من نه تنجیش هم میخوام نه به برق شه. ما باید در وطنی باشیم که آزاد، آسوده، راحت، خوب، نقص. هر یک شهروند تاجیکستان باید حق داره که در بهترین نعمت در بهترین شرایط زندگی کنه. با همین خاطر ما سخنی فکر نظر ما طولانی نمیکنم. هموطنان عزیز یک چیز فقط خاطر رسان میکنم که همین فرمانه که بگیم امضا شدگی در مسئله لیمیت، مثلا ما در این قضیه خیلی جدی هستیم. ما کسایی که مخالف هستن خیلی جدی هم همینجا تاکید شدگی که ساعت 5 بامداد تا 8 یعنی 5 صبح تا 8:00 همین برق بتین و از بعد نصف روزی یعنی بعد عبید از ساعت 17:00 تا 22:00 مثال همین را کدامتون همین کسایی که همین جمعه بروین جار میزنین، مثال پند نصیحت میکنین ما را، مثال در داخل خانواده تون همین لیمیت حتی شما را ندادستان. ما دین شب کلوب دانی مثال همین حالت گرفتاره یک ساعت 20 دقیقه سویچ دادستان. ای ساعت 18 در میته جب ابدا گفتگی ای ساعت 18 میته تا 19:20 همگی یک ساعت 20 دقیقه شما را سویچ میتین. با شما میگن در وطن ما جنگ نیست، تنجی امونیه پیشوای ملت و پیش روی چت تونسیا با همین شیارایی که شما میگین. چخیر در 24 ساعت در 24 ساعت یا شهروند باید یک ساعت 20 دقیقه سویچ داشته باشه. باید حتی همین رحمانوف اومدن است که این فرمان خچه در زیر فرمان خودش صادق بسته. ایامو 3 ساعت 2.5 ساعت آوردن، 1.5 ساعت کردگیان در شهر کلوب فعلا همین حادثه گرفتاره که مثال بگه 1 ساعت 20 دقیقه سرش نمیدونیم چقدره. معلومات ها در رادیو آزادی هست، مرحمت بدروین بخونید. در گازیت پایک نویسندگی چاپ شدگی مردم با داد آمده ای به برقی را دیگر نگین تاجیکستان با پیش روی و چه تونسیو با همی شیاری که شما ساختگین با کدام پیش با کدام سمت صبح تابت 24 ساعت استعفا تابت بره. بعد ما بیایم وقتی که حکومت گرفته میو ملت کسی را که انتخاب کرد بعد ما میگیم تاجیکستان با پیش یا با خفا. این شیار شما نگین دیگه تاجیکستان با پیش. من شخصا نام شیار عموما قبول ندارم، مقابل همین چی هستم شیار. پیش گفته شما چی را میفهمین؟ همین کلمه پیش در زندگی یک آدم نقش مهمی بازه. نه که وقتی پیش میگوید باید تو را اثبات کنی که با کدام پیش. مادر عزیز شما را من خیلی خوب میشناسم، میدونم کاش ملت ما مثل شما مادر رو یا 10 تامه داشت که همین جوانو را یعنی که غیرتشون بسیار میکرد، شجاعتشون بسیار میکرد، دوباره زنده میکرد همین شجاعتی که دارن شما مادرای عزیز. خیلی افسوس میخورم که مخصوصا نسل جوان 22 ساله 29 ساله حتی 35 سالش حال هم امید داره، هم خیلی میپرسیش میگه میشوه صبر که میشوه. مادر عزیز خوش آمدین. من سخن زیاد نمیکنم. سلامت باشین. به خاطر 32 سال غلامیم، به خاطر 16 سال در جمهوری
روسیه کار کردنم به خاطر اینقدر بی‌قدریم که در خانه هایی که پری ترکن و پری کلموش زندگی میکنیم، به خاطری که خواهری که دین شو من نگاه کردم در توالت خواه از همین مارافون استفاده بردم که 3 ساله یک زن تاجیک در درون توالتی که برای پرسنل های همو توالت در هموجا چمدانش ماندگی، اوقاتش ماندگی. افسوس که من تلفنی خیلی قدیمه دارم که من اون ویدیو رو ضبط میکردم، روی میکردم. خواهر 3 سال در توالت خواه. امروز که ای قدرت جنابی عالی میگین و ای پیشوا بدن جنابی عالی میگین، کجاست او جنابی عالی که ما زنا را بیاید جمع گیر کنه ببرمون؟ کدام مادر نمیپره که من همین شوا بیدار میشم فرزندان در پیشم نیستن، من تنهایم. کدام مادر شب خواب میروه که وقت فرزندش نمیبینه؟ این مادر بیچاره کودکاش در تاجیکستان و خودش 3 ساله که در توالت خواه، خانه سیمت کده نمیتونه، معاشش خیلی کمه، هم پتین میسپاره، هم پولی خراکش در مگزین سیمت میکنن، هم پولی جای کوریش، هم میدکمیسیش، هم استراخوفکش، ای همو کارخانه. که شما ما را آزاد میکنین؟ ما 32 ساله ما برادرها غلامیم، ما را خدا آزاد آفرید، ما را قرآن اجازت آزادی داد، حقوق بهشت شما مردا در کف پای مادرها قرآن به ما اگنه که ما دیگه به قرآن باور نکنیم، دیگه ما با او سخنهای پیغمبر دست بشویم، دیگه ما باور نکنیم که در دنیا پیغمبر به نام محمد صلی الله علیه و آله سلام آمد به ما آزادی داد که امروز ما غلامی رحمان فکنیم. برای چی ما مادرها در وطن کار کردن نمیتونیم؟ برای چی؟ برای ما 500 سومانی معاش میگرفتم، فراش بدم 500 سومانی، من 6 فرزند با 500 سومانی خورانده میتونستم. نانآور خانه من خودم تنها بدم، 2 تا فرزند اینوالید دارم، گروه دویم و گروه سوم. با 2 فرزند اینوالیدم، من چیکار کده میتونم؟ من مردی کارگر ندارم، فرزندام دیگه دخترن باز در دوی خودشان. من به خاطری که دینشا من خواهر دیدم، من 2 روزه میگیریم. کدام جنابی عالی که اشک مادر میاره؟ برای چی که مادر جنابی عالی امروز مادر ملت شده و قبر او را به مقبره تبدیل داده و مادر او در داخل مقبره قبرش آرا دادگی زنی تاجیک در توالت خواه میروه. این مادر چی گناه داشته؟ به خاطری به تاجیک زایدنش، به خاطری زن زایدنش، به خاطری که او زن پشتیبان نداره، شوهر نداره، یتیم داره. رنگی من 6 یتیم دارم، چی کار کنم؟ اشک میریزم. ای کدام جنابی عالی پشتیبانی میکنه؟ حاضر همین نامرد من نماز خوانده بودم 100% من نتونستم که صحبت ایت مردی به چهرت ببرو ای جنابی عالی پشتیبانی کن. من به اشکم ای همو زنایی که در توالت خوابن پشتیبانی میکنم. بگذار مرا جنابی عالی تون تیکه تیکه کنه، من حق گپ میزنم، من حق گپ میزنم. جنابی عالی تو به خون آمده بود، جنابی عالی شد، من به اشکم، به زبانم، به شیر مادری میام، مادرها را آزادی میارم. بس ای غلامی، بس ای. من میخوام که شما مرا تبریک کنیم. برای همین در آمدم که شخصا شما که از همون ناحیه ما این، من افتخاری شیر مردای کلاب میکنم. من برای شهید شدن او برادر که در کلاب شهید به شهادت رساندنش من 1 هفته گریه کردم. من میخوام شما مرا تبریک کنین که من همین روز به خاطر روز آزادی زنان من آمدم، از غلامی آزاد شدم، اعضای حزب درخش حق شدم، شخصا نامنویس شدم. میخواستم که شما مرا یک سخن، یک پیشنهاد کنین که آیا من خطا کردم که آزادی میخواهم. من به پیغمبر باوری کنم یا به رحمانو؟ من حضرت محمد پیغمبر بگم که حتی پیشوای ما، پیشوای ملتی یک گروه، حضرت محمد حضرت معبد گفت. نام حضرت پیغمبر که محمدی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت معبدش گفت. امروز او پیشوا شده، چی الماس نمیتونه پیشوا شده؟ که الماس 2 دانشگاه خوندگه. وقتی که جناب عالیتون پیشوا شد، وقتی پرزیدنت شد، کاری اولی کرد، اول همسین پی خودش به شهادت رساند. ملاجی که در شب اولی به سر قدرت آمدنش استادی ما به شهادتش رساند.
قاری نعمت الله که از کلا بود به شهادتش رسان، شیخ کمال که از کلا بود روشن فکرای ما بود به شهادت رسان. اول ما پیشوا روشن فکرای ما را، اول عالمای ما را به شهادت رسان. ما فرار کردیم. من 32 سال بود که در غلامی رحمانوف بودم. امروز من در 8 مارس آزادی اعلان کردم. مرا میخوام که شما جنابی برادران روشن فکر مرا تبریک کنین. اگر من خطا کرده باشم شما مرا بگین، من با میرم 32 سال دیگه غلامی میکنم در رحمانوف. من آزادی بخواهم یا که غلام رحمانوف باشم، شما به من بفهمانین. من در 56 سالم عمرم عقل ندارم که من حق عین و حق بشناسم. شما مرا چی مصلحت میتین؟ من شما را همچون نماینده از همون شهر کلاب، من همچون شهروند شهر کلاب از شما خواهش میکنم که آیا من اعضای امی درخش حق بشوم، آزاد بشوم، یا برم غلامی کنم در پیشوای یک گروه ترکنی، یک ناحیه؟ من چیکار کنم؟ تمام. نگاه کنین مادر عزیز، با میگم من واقعا خجالت میکشم در بعضی همین حالتا خودم به خودم خجالت زده میشم، واقعا افسوس میخورم. شما اگر مادر عزیز واقعا مقصد همین کسایی که میگوین میگن من والله از خدا میترسم از هیچ کس نمیترسم، یا عبدالخلیل شما در صدای زیادی های یک کسان زد به فکرم عیبی هوای بود. مادر عزیز اگر واقعا به روز قیامت باوری دارین، واقعا به روز قیامت وقتی باوری داشته باشه شخص، تا وقت مؤمن حساب میکنی، میگوی من با کدام فکت دلیل با روز قیامت بخیزم؟ پرسپاس میکنن اگر در فکر اسلام باشه ای اسلام، در فکر دنیاوی باشه ای دنیاوی کاری کردگی تو باید حتما سوال جواب میشه. اما کسایی که میبرین ما را شجاعت میآموزونن و والله میگن از هیچ کس نمیترسن، یا ما از خدا نمیترسیم، یا ما این معنی را داره که ما از خدا نمیترسیم مثل شما. من شخصا خودم مادر عزیز کسی که مرحمت میره و خونه ما برین سوال جواب میکنین چیکار میکنین، ما همین خیلی کارا را میخوایم بسیار شوا. خودم یک جوانی دوره استقلالم، ما مکتب میانه را خوندگیم، دانشگاه خوندگیم، کاری دولتی کردیم. ما طرفدار یگان هیچ برکت نبودم. در مسکو مثل شما غلام میگین، مسکو جای غلام ای، برای همین زنده بوندن ای. کار میکنی زنده میمونی تمام. وقتی که من میگم که با وقتی آزادی طلب میکنی، میخوای که عدالت اجتماعی باشه در جامعه، همین رژیم خودش طرف فشار میاره که باید که مخالف بشه. بله بله. اجازه بدید بچه‌ها. صبری جان یک دقیقه. من حتی آماده بچی کارا بودم، نه که همین رژیم خودش مرا مجبور آورد، فشار آوردن که برای همون زبانی گرفتنش فاتح قنقروزاده مرا مجبور آورد که من باید همین رو ما انتخاب کنم. من دیگر راه نداشتم، یا ما برم خودم قربانی کنم در زندان بدون هیچ گناه بشینم، یا باید که مخالف شم. با همین خاطر مادر عزیز بهترین موقع گرفتگی یعنی پوزیسیا گرفتگی، موقع مثال پوزیسیا گرفتگی هستی، پشیمان نمیشه. هیچ کس گارانتی دادن نمیتونه که ما امروز زنده ایم فردا زنده ایم یا روز دیگه. اعضای ما با میگم من در همون گپ خودم ایستادگیم. دل خوشحروند تاجیکستان باید اعضای این یهان حرکت این یهان عضوی حرکت حزب باید باشه. دل خوشحروند از سن 18 سالگی تو باید در اتفاق کسبای مکتب تو باید نامنویس بشه. اتفاق کسبای مکتب کارش همینه، تو باید نامنویس کنه، آینده تو باید یعنی که بسازه، توصیت بده، مصلحت مشورت بده. متاسفانه با فضای ایجادی خما، فضای سیاست خما، فضای فسق فساد دیگه دای شانس رو داخل ممکن نیست. با همین خاطر در بیرون از وطن میتونی که این کارو تابع کنی. مثال 100% پشیمان نمیشه، اعضای درخشان میشین، اعضای گروه 24 میشین، اعضای پیمان ملی میشین. اختیارش در شما است. من توصیه میتم هر یک شهروند، هر یک انسانی که دعوا از آزادی میکنی، دعوا از خدا ترسی میکنی، برای مرحمت پذیر ستبگی عضو بشه. پشیمان نمیشه مادر جان. ان شاء الله ما جوانای خود کلابیم، صبری هم از منطقه کلابای ما خودم از کوچه یکی ما هستم، پیروی ما میگیم مثال. بله. اینها میکروریان
کسی که مرا واقعا میشناسه این خیلی چرس نه کسی که مستقلانه مرا میشناسه قدیم در صحبت هست واقعا میبینه که من چی زحمت کشیدم در علایده گروهی دست جمعانه این خیلی نیست که ما در همین افیر اشتباهی بیام در افیر الماس بیام نیم ساعت گپ زنم با همین برام خواب کنم نه 100%. با خدا قسم کسی که مرا میشناسه مستقلانه قدیم در سیویاس هست میدونه که من از دستم چی کارم میآید شاهدی میتونه ان شاء الله در نزد ملت هم در فردا روز قیامت هم او وظیفه داره که باید شاهدی بتونه این کاری که ما کردیم در خارج از کشور مادر سخن آخری ما گفتنیم مادر یک لحظه صبر کن خواهش میکنم اگر تمام کرده باشه من شروع کنم مرحبا اولین درجه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یک شعر خیلی خوبی است میگه که خداوند بر آن ملت سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت بر آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت با فرارسی آمد ماه شریف رمضان تمام مردم شرفمند تاجیکستان تبریک و تهنیت و خوشی‌های این دنیا و آخرت را تمنا دارم بگذار چی آرزوهایی داریم به آرزوهامون برسیم این اولین درجه و دومین درجه است با تمام بانوان تاجیکستان با تمام خانم‌های تاجیکستان با این فرارسی 8 مارس تبریک و تهنیت و خوشی‌های این دنیا را تمنا دارم و آزادی خوشبختی سربلندی در نزد فرزندان عزیز خودتان سپری کنید چون که برای من یک انسان آزاد اندیش وقتی یک مادر 56 ساله را من میبینم برآمده از حق شهروندی خود دفاع میکند و حق شهروندی خودش دارد بیان میکند این باور کنم قابل قدر است قابل احترام است قابل هست که مثلا هر یک جوان مردی که تن توش دارد اندازه شاید 10 تا مادر باشد شاید 10 تا من تن توش باشد اما اون جرأت اون حق شهروندی را احساس نمی کند و برآمد نمی کند این مادر من میگم که شما نه تنها یک مادر هستید شما یک مادر مبارز یک مادر غیور جسور توانا و در مقابل نگاه نکرده به مشکلات و سنگی ها ایستادگی میکنین باور کن بهتر از اون جوانهایی هست که اگر ورزشکار هستند اگر پرچم تاجیکستان بالا میبرن هر جای میبرن اما وقتی که سخن حق میترسن که بگن خودت که برآمده صحبت میکنی مادر من از خودت افتخار میکنم بهترین وقتی 6 تا فرزند به وای رسید مادر عزیز من خود 6 تا فرزند به وای رسوند 6 تا فرزند مخدوم از منطقه کلابم از نهم مادر من 6 تا فرزند به وای رسوند اما برای حق شهروندی خود بیان کردن خود از مقامات تاجیکستان بالای مادر عزیز من فشار آمد مادر من متاسفانه از دنیا گذشت اینا خیال کردن که جلوی سری راهی ما میشوند اما نه حق همیشه بود و خواهد گفته شد و در مقابل هر یک ظالمی که در منطقه تاجیکستان تجاوز به ملت به فرهنگ به ملت به فرهنگ به هر ارزش های ملی و شهروندی تاجیکستان میکند جوانهای به نهایت زیادی هستند که در مقابل اینها خواهند ایستاد ما در واقع از شما افتخار میکنم واقعیت به فرارسی این 8 مارس تبریک میکنم بگذار همیشه چی آرزوی داری به آرزوات برسی هر چیزی که دلت میخواد به همون آرزوات هم برسانه من چی میخوام بگم چیزی که من همه جوانی که یک خانواده 5 تا یا 4 تا فرزند بودن 5 نفر بودن یا 6 هم به نزدیکی 5 تا فرزند بودن 1 تاشون زنده موند 4 تا به شهادت رسید 4 تا باور کن در کشورهایی که واقع دموکراسی باشد واقع کشورهایی که در کشورهایی که واقع دموکراسی وجود دارند کشورهایی که حق و آزادی انسانیت حمایه می شود از جانب دولت اگر این قضیه ها در اون شهرها رخ بدهد رئیس جمهور اما رئیس شهر دبروال استعفا میتد میرود که چون که از مسئولیت کار خودش نتوانست کرد
ما به نهایت نیروهای برقی آبی که در جهان اولین حرف میزنن که ما اونا را داریم. چرا در زمان شوروی یک همون گس نارک بود به ما تامین برق میکرد، اما ما چند تا گس ساختن در این، اما برق تامین ما برق ما نیست. پس اینجا سیاست است. اینجا جناب رحمان میخواهد که مردم همیشه در ظلم باشن. قشر جوانی که 10 تا رحمان سرنگون میکنن میخواهن اونا بیرون از منطقه باشن، بیرون از منطقه باشن. پس از اینجا رحمان سوء استفاده برد و با موفقیت آمد رسید، چون که جوانهای ما همش خارج از کشورن. اما ما آماده ایم که انشالله رحمان ساعتش میرسد که ما همه ما سرجم میشیم. خود ملت سرجم میشود، با خواست خدا برمیگردیم و جناب رحمان انشاءالله به جایی میخواستگی خود مردم روان میکنیم و از اون خواهیم پرسید. این ظلم هایی که بالای ملت میشود، این ظلم هایی که بالای یک جوان خود سرقانون جمهوری تاجیکستان ماده 5 که من خاطرسان به همو رئیس جمهور میرسانم که هر یک شهروند به سین 18 میرسد خود در همه عمل گناهگار است وقتی گناهش میکنه، اما لیکن تعدید خانواده دیگر و غیره ها میکنن. اما ما از این نمیترسیم. ما جوانهای از خود گذشته ایم. ما همه چیز برای ملت دادیم. ما هر وقت هر ساعتی بخواهد برمیگردیم وطن. هر وقت هر ساعتی که همو نفرانی که ما احترامشان میذاریم، مثل برادر محیدین کبیری، مثل سهراب ظفر، هر کدام اینها اگر ساعت وقت معین شد که در داخل تاجیکستان، اولین شخص انشاءالله خودم خواهم بود. اولین شخص انشاءالله خودم خواهم بود و رفت و خواهم دید که چگونه رحمان سرنگون میکنن. چقدر دوست دارم که قدرت مردم در این حالت دیدم. انشاءالله امیدوار هستم این روزهای پیروزی دیر نیست. بهار ما همیشه سبز است. همیشه دشواری به نگاه کن، حالت مشکلی همیشه یک چیز میدهد که بالاش کار کرد یک روش خوب پیدا کرد. پس ما جوانهای مبارزی که میبرند در این پرتلا صحبت میکنن، اینا با چه روزها گذاشتن، اینا چه روزها را سپری کردن، اینا چه بدبختی ها را گذاشتن، اینا چه دریاها را گذاشتن، اینا چه جنگل ها را گذاشتن، اینا چه چیزهای مشکلات را گذاشتن، با جاهای مشخص خودشون بردن رساندن. همه این چیزها بیهوده نیست. حتما با برمیگردن دوباره سراغ وطن و آزادی وطن. مادر از شما افتخار میکنم، واقعا از شما افتخار میکنم. اگر یگان چیز میخواستین بفرمایید، گوش میکنم. نه، من به همون خاطر گفتم که منم افتخار میکنم که در بریمت چنین مردها هستن. انشالله و رحمان من افتخار از او دارم که چنین روشنفکرها در پشتیبانی ما مادرها هستن. به همین خاطر نخواستم که تماشابین شما باشم، خواستم که مادر شما مبارزان باشم و با چهره خود تا زمانی که خون در بدن دارم نفس میکشم به علیه این خائن ملت، این جاهل، این گمراه، اینی که خودش بوتی ملت را شده یا پیشوای ملت را شده، همو آیه انفسکم آن است. وقتی که حضرت پیغمبر با خوری داشت با منافقین، با یهودان، گفت که سحر می آین شما با آیلتان، ما با آیلمان. اگر آیله پیغمبر وقتی که آمد 5 نفر بودن، حضرت پیغمبر بود، امام علی، حسن، حسین، 5 نفر بودن. این گروهی کافران دیدن این گروهی که 5 نفره را خیلی شرم کردن. به همون خاطر میگم که شما همین آیه انفسکم را استفاده ببرین. انشالله و رحمان گروه ما کم هم باشد به خاطر خدا است. کسی به خاطر خدا در این راه نمیخیزه، اگر دل عاشق راه خدا نباشد زبان لال است. ما باید با قلبمان، با خونمان، با زبانمان، با تمام وجودمان
این آزادی را به این ملت بیاره. ما توپ و تنگ نمیبریم، ما حتی یک گولی وطن نمیشکنیم. ما لعنت میکنیم به همین خائن ملت، به خود جنابی پیشوایی طاق یک ریون یک ناحیه. من همچون مادر به طور شفایی طلب مادرانه خدمت در روز آزادیم، امروز که تو میبرای در اوجا در کنورتا و در پاکتا پدرکه میکنی، او زنایی که ترا چک چک میزنن در پیش تو رقص بازی میکنن، بدان که امروز ما او زنی هستم که از تو آزادی را میخوام، از غلام بودن تو آزادی را میخوام. من محتاج او پاکتی دستی میبینیم زنکارا که در پاکتو دست کمینکاشون پیش هایی که میشینن پدرکاشون دست کمینکاشون ماندگیان. یک بار اهمیت بتین اگر پیش از سرشوی جلسه هاشون پاکتاشون هم میگیرن، او یکی دنیاش به خاطر آخرتش فروخته او برد میکنه. من آزادی ما از جناب عالی، از پسوای ملت، من را پیشوا نمیشمارم، قبول پیشواگیش هم ندارم. من یک پیشوا دارم به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ما امتی پیروی اویم. او پیغمبر بود که با 5 فرزندش، با 5 اهل بیتش به خاطر یهودا رفت. منم پیروی انمو پیغمبرم، من مادری انمو ملتی هستم که پیروی هم پیغمبرم میکنه. مقابل این یهودی حاضره، این من این را مسلمان تاجیک نمیشمارم، همه پشتوهای افغانستان از این بالا میدارم. این یهودی ملت، این بوتی ملت، این پیشوای ملت ما طلب میکنم. من خواهش کردن در پیش این رحمانوف شرم دارم همچون غلام، چون که من غلامم، آزادی میخواهم. من 32 سال در غلامی رحمانوف جانم بلب آمد. من 16 سال عمر ما به فرزندان گذراندم. وقتی که من به خاطر نانی فرزندم برآمدم، فرزندی من 4 ساله بود. 4 ساله من فرزندم در خانه موندم، امروز او فرزند 20 ساله شده. میگه فرزندی من که مادر من هر وقت مکتب در مادرها می آمدم به مکتب شما نبودین، ما میگریستم در مکتب، پنهانی گریه میکردم، شرم میکردم همزینفام. من نانآور خانه بودم، من از غلامی رحمانوف آمدم در اینجا به خاطری که من را به حجابم نماندن کار کنم در تاجیکستان. وقتی من کار در آمدم در قریه بالا من را گفتن حجاب تا میگیری بعد کار میکنی. من به خاطر 6 یتیمم از حکومت رحمانم فرار کردم، آمدم در روسیه کار کردم. 16 سال من در روسیه در مسکو کار میکنم، یتیمام به بویه رساندم. امروز اگر من رحمانوف به خاطر آزاد خواستنم برای به شهادت برسانه افتخار میکنم. هر یک قطره خون ما خواهش میکنم که وقتی مرا به شهادت میرسانن هر یک قطعه بدن مرا در همه ناحیه ها پرتایم که من مادری همه ناحیه هایم، من مادری کلابم، من مادری واسهیم، من مادری حصارم، من مادری غرمم، من مادری لیلینابادم، من مادری قمسنگیرم، من مادری شهر دوشنبهیم، من مادری تمامی 6 میلیون یا 10 میلیون ملت تاجیکم که در این روز زنان آزادی از این جبر رحمانوف میخواهم. اگر شما صدای مرا نشنوین، ای مردا به داخل وطن نرین، آزادی را بمانتین، من خودم فدای همین راه میکنم. اگر مبادا که شما شنیدین که مرا به شهادت رساندن، خواهشی آخرین من همیه که هر یک قطعه بدنی مرا در هر ناحیه بگرانین که همه همونا بدانن که من به خاطر تمام ملتم گریه میکنم. ما امروز زنها در غلامیم، چی در داخل، چی در شهر روسیه، چی در ترکیه، چی در امریکا، چی در کجایی که مادرها کار میکنن. من همیش پرست دین شو همون زنه که دیدم که در توالت خواه میروه، از غلامی 32 ساله خودم فراموش کردم. گفتم که با چند برادرها در هم مسکو مراجعت کردم که کمکش کنین، نداره پولی کوارتیر 3 ساله در توالت خواه میروه. امروز که میبراین چاپلوسا پشتی جناب عالی را میگیرن، او تکریشی که آمد در اینجا بلاگ گرفت خودشه ایدیبه که تکریش سلفیزم که 10 سال جنایتکار بود در داخل تاجیکستان، 10 سال در روسیه مردخری میکرد، پولی مرده ها را جمع میکرد، مرده ها را با پولی خودشان میبرد.
میبرد، مرده ها را گور میکرد، پولای او را میخورد. امروز رفته در تاجیکستان در بالای اسب سوار میشوه. او را هر حیفه که او در بالای خر بشینه. مردم خاموش نشینید، مردم زنها بخیزین، برین داخلی وطن. ما در کمین می نویسانن که مادر نمی ترسی که به شهادت می رسانن. نمی ترسم، ما ای خدای یکم می ترسم. بگذار امام علی رحمان مرا به شهادت برسانه، اما میخوام که فرزندام غلام نباشن. من 6 فرزند به خاطر غلامی به دنیا نآوردم، نخواناندم. همه فرزندام علم دارن، همش دیپلم دارن. میخوام که خدمت ملت کنن، با مثل من غلام نشوند. 16 سال در شهر بیگانه غلامی نکنند. بله مادر اینجا یک نفر نوشته است که من طرفدار پیشوای ملت کو همینه قبول کنیم. چی میگم؟ خب طرفدار کو بفرما. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. بله سلام علیکم. بخشش خب بخیر اوز میروا. بله و من همه گپا گفتنی بودم برای سوید مادم یا پوچو باشه فر نداره. رنگ پوچوی کرگستان، افغانستان، کمبودی داره، سوید نداره. باید بخاره تامین کنه، ما پولش میتیم به سوید نمونیم. این باید این پوچو باید این وظیفه دا باشه تامین کنه. یک گفتنیم پس یک کمتر یک فکر کنه کنه گیس همش ایخمونو دیگه موضوع مال این نبود. ما همه یک سخن گفتیم پروسه یا پوچوی باشه که همین سویت تامین کنه. هرکه این نرخ نو میخزه در آسمان. این بیزنسی خچونه این مال گذشت رفت. این گذشت رفت. ما ایره هیچی نمیگیم دیگه. خیلی شکر خدا با رزق روزه میرسونه. دیگه ما دیگه طرف میرسونه. اما را گفتنیم با میبرن در این بین در پسش میگردن میگه سوی خدای مالش فرعون هم پوچه بود. سوی خدا بگم طرفدار اوشیم. خیلی خود فکر که بعد خلاصه برو. بله فرعون هم سوی خدا بود. در استودیو آدم ها زیادن. میخوام فکر نظر انسان ها را بگیریم و یک نیم ساعت دیگه همین برنامه میمونیم. پسان خداحافظی میکنیم. به همین خاطر همین آدمایی که هست همینا هم میخوام که فکر نظرهاشون رو بگیریم. من یک سخن میگم برادر اجازت باشد. اگر من واقعا از این مادر عزیز که با آمده نظریات شرمنده خودش بیان میکند واقعا یک افتخار میکنم. اون جوانهایی که تن توش دارن که باور کن اگر یک مش بزنن دیوار تاریخ چپه شود وقتی جرأت نمیکنن سخن حق نمیگن. این مادری که به یک آزادی مردم، به یک آزادی شهروندان، آزادی برای ملت میبراید وقتی نظریت شخصیش بیان میکند. این واقعا یک افتخار نسل جوان ما هست. یک افتخار نسل ماست. به نهایت از این واقعا سخنهای این مادر اون اگر درد دل دلدار میداند و یعنی درد دل نفری میداند که بیمار است، یعنی نفری که در همون درد شریک است. اما متاسفانه جوانهایی که ما داریم که میتوانند حقشان بیان کنند اما برای منافع شخصی خودشان پنهانند. اما باور کن این جوان ارزش در نزد من هیچ چیزی ندارد که چگونه که این مادر بزرگ میبراید حقش بیان میکند، حق شرمندیش بیان میکند. با جسارت صاحب 6 فرزند 6 فرزند 6 تو که جوان هیچ کس نداری هنوز. یک واقعا یک افتخار است. بگذار اون کسی گل قبول کن پس صحبت کنیم. من خواستم از مادر تشکری و سپاسگزاری کنم که واقعا نسل ما هنوز نیست نشده است. جرأت ما نیست نشده است. ما انشاءالله غالب میشیم. این یک افتخار است. خب
یا جهان تشکر برادران گرامی قدر. هم سخن رحمان گفتینه که خیلی که گپی اومده رحمان فکر کمکی گفتن در کار. یک نفر هم گفتم که یک جهان تشکر و در جواب احسان نویست. بعد فهمیدم که گپی رحمان بوده است. خب تشکر زیاد برادرای عزیز. ما راستیش یک چند دقیقه دیگه میمونیم، پس خداحافظی می‌کنیم. یک چند نفر از قبول میکنیم. برادران عزیز خواهش میکنم که بمونین، همون لایکاتون ما را 1100 نفر تماشا داره. متاسفانه ما 1000 لایک نگرفتیم. بمونین همون لایکاتون برادرای عزیز تا سبب زیاد گشتن بینندگان بگرده. خب تشکر زیاده برادر صبوری. خدا نگهبانت. مال برادران عزیز، الله نگهبانتان باشد. در هر کجای باشند موفق سربلند بگذار. خداوند چه آرزوهایی دارد ملت تاجیک به این فرارسی ماه شریف رمضان هممون برساند. بار دیگر تبریک و تهنیت گفته و فرارسی ماه شریف رمضان و تمام بانوان تاجیکستان، تمام خانم های تاجیکستان به این فرارسی 8 مردم تبریک و تهنیت میگم و آرزو دارم که همیشه در کنار شوهر فرزندان خود عمر بسر کنند و یک کشور آباد، یک کشوری که واقعیت ما بتوانیم وقتی ما مهاجرت کردیم رفتیم حق و حقوق ما حمایه شود، نه اینکه مثلی که حکومت رحمانوف دروازه ها را باز کرده است حق و حقوق شهروندی ما چی در داخل چی در خارج پایمال می شود. کسی به داد فرزندان این ملت نمی رسد. اونگونه من نمیخوام. من اون چیزی که میخوام که وقتی یک شهروند تاجیکستان خارج از کشور می رود فعالیت کاری سر میزند باید سفارت همون تاجیکستان در کدام کشوری که شهروند حضور دارد باید در مشکلات شریک باشد. در همه حالت ناحق باشد باید چگونه که زکان قانون اون کشور تایید میکند باید همونگونه صادق شود. اما شهروند به یگان گناه اگر تحقیر میشود بالاش فشار میآید باید طبق قانون همون کشور بالای همون نفری که نسبت شهروند تاجیکستان ظلم میکند باید همین گونه حکم کرد. من فکر میکنم این نقشه خوبی است برای ملت شاید پسند باید. موفقیت سربلندی خانه آباد. اگر یک حرف ناجایز باشم عذر پوزش میطلبم. خدا حافظ. خدا نگهبانت برادر. خب وطن سلام علیکم بفرمایید. وطن میکروفونتون رو بکشوین بفرمایید. سلام علیکم. خب وطن نیست. خب برادران عزیز وقتی که نامتون رو میگیرن خواهش میکنم وقت نگیرین. مادر عزیز من شما را یک بار دیگه قبول میکنم. فکر نظرتون در آخرون سخناتون بگین انشالله که ما هم وقت ما کوتاه های. بعد ما برادر شورف امروز برنامه داره انشالله که در برنامه اونها هم اشتراک بکنه. طلب همین است که برادرای عزیز در برنامه‌های مخالفین بیاین فکر نظرهاتون بگین، بیاین آبونه شوین، دستگیری بکنین که به یک جای برسیم. فکر نظرتون مادر عزیز یک دقیقه بگین. فکر نظر ما همی است که ما در برابر شما تا نفس آخرینم هستم. در آخر از همین روزی که امروز ما به صف شما پیوست شدم و اعضای حزب درخشان شدیم میخواهم با همین جمله شعر به آخر برسانم. من از درمان و دردی وصل هجران، من از درمان و دردی وصل هجران بپسندم آنچه را جانان بپسندد، پسندم آنچه را جانان پسندد. اگر در همین راه جان مرا خدا بگیره افتخاری ماه. فردای قیامت انشالله ما توفه دارم در دستم، دست خالی نمیرم. 32 سال که غلامی رحمانو فکردم به جای نرسیدم، به این جا به غیر تربیه فرزندان به یگان جای نرسیدم. 32 سال عمر خود قضای نماز کردیم. ما گناهگاریم، ما گناه ما هم هست. اینجا رحمانوف گناهگاری اساسی است. ما پیرو گناه های او را پشاندن. خب خاموش شدن خیانت است، خاموش شدن بی شرفی است، بی شرفی این بی ایمانی است.
بیدیل میگه پرسیدم از قلم کدامین کلام نغز در دفتری حروفی الفبا سر آمده است. فوری به سوی کاغذ دوید و گفت بعد از خدا محمد و آل محمد است. ما پیروان آل محمد افتخار این راه را میکنیم، در این راه مردن را افتخار میکنیم و فیروزی را هم افتخار میکنیم. ما در همین راه با دو قدرت به دست میاریم، با محبت، با شجاعت. اگر ما محبت به خدا نداشته باشیم، شجاعت به خدا نداشته باشیم، این حکمرانای زمانی که دنیاشونه ای آخرت بالا داستن و به سر ما ظلم میکنن، ما باید ایو پیروی نکنیم. ما فکر آخرت ما نکنیم که ما قدرت میکنیم، توانایی میکنیم، 30 سال پیشوایی میکنیم، 50 سال پیشوایی میکنیم، پگه در نزد خدا چی جواب میدیم؟ مسئول تمام مشکلات امروزه و فرد و نسل 32 سالی که بعد از سن 22 سالگی ما به دنیا آمدن که این فرزندی ما 36 ساله شد. وقتی 32 ساله بود امام علی رحمان بالای قدرت آمد، امروز او 36 ساله شده. غلام های من نمیخوام فرزندای من غلام رنگی من امشان ضایع شوه. من به عقلی کدوم 32 سال خاموش شدم برای من این ننگ ناموسه که من فرزندام بیدار کنم در این راه. من اول خانواده خودم، من اگر فرزندای من در این راه شهید نشوند، فیروزی را به دست نیارن، من او شیری دادم من نمیبخشم. من 6 فرزند فدای امی راه کردم، آماده امی راه کردم. بگذار امام علی رحمانوف اول شهادت ای فرزندای من سر کنم. من فخر میکنم، خواهش میکنم که وقتی که جرأت میکنه دست به سری مواری مادر شجاع میبرداره با قدرت ضعیفی نا عهده برای پوسیده 32 ساله که حکومتی که تاجیکستان ای همون دوشنبه بیرون نبرآورده، در همه جا با کمیته رقص بازیش مردم معرفی میکنه. در چشم ما مردم کلاب خاک شپیده نمیتونه که یک تاقیر در سر یک سپرسمن میمونه، گویا که طرفدار مردم کلاب، دشمن کلاب، قاتل ملت کلاب امام علی رحمان. او شهیدای 32 سال پیشینه را من فراموش نمیکنم. من در پیش او شهیدا روز قیامت جوابگرم که وقتی که من خاموش شدم 32 سال، پگه او شهیدا مرا میپرسن که برای چی تو خاموش شدی، از ما پشتیبانی نکردی. اگر من امروز حق او شهیدا را امروز نگم، گناهگار ترین مادر از امام علی رحمانوف منم اما مادر گناهگار که خاموش ایستادم. حیفی اون مادری که خاموش ایستاده است. مادرها خاموش نشینین، بخیزین فرزنداتون برارین با کوچه ها براین، طلب حقیقتون کنین. این حق شما، آزادی را خدا و رسولش به شما داده. امام علی رحمان بغیر غلامی به یگان زن ملت یگان چینه آورده است. من شرم میکنم که در یگان جا از امام علی رحمانوف از کدام کارش گپ زنم؟ از غلامی که من 32 سال غلامم ایامی گپ زنم؟ از کدام کارنمایی ای قهرمان یک ناحیه ما گپ زنم؟ این قهرمانی یک ناحیه میگن که صلح آورده، کدام صلح آورده؟ افتمه در دست خودش بود، مردم خودش کشت، در بالای تانک سوار شد آمد، دمره رستم عبدالرحیم کشال در تانکاش سنگک سفروف که ای دنغره بود خودش کلوبید اعلام کرد، پیش مردم برآمد، مردم کلوب اول به قتل رسوند. مردم نقش خب نکنین، خاموش نشینین. اگر ما امروز خب بشینیم با فرزندای ما غلام میشه. من نمیخوام امام علی رحمانوف فرزندای ما را به شهادت برسان، من راضیم، اما غلام بودن اونها را من راضی نیستم. من نمیبخشم اون شیر مادری که من به فرزندام دادم که امروز خاموش بشینن، من گناه او فرزند نمیبگذارم. روز قیامت در پیش خدا میگم ای خدا، من این فرزند به روز امید شیر دادم که دفاع از ملت کنه، خاموش ایستاد. دعوا من روز قیامت با فرزندان در او جهل میکنم، اما امروز دعوا با برادران میکنم که برین داخل وطن فیروزی به دست بیارین. بس بدگیس غلامی، بس بدگیس غلامی، غلام نباشن. در آخر
از خدای تعالی دعوت میکنم، طلب میکنم، التجا میکنم، سر به سجده میارم که شما را فیروز بگردانه. والله که من بشنم فیروزی شما را یک شبانه روز از سجده الهی سر من نمیبردارم. انشالله فیروزی نزدیک است. بوی فیروزی به مشام ما رسیدگی. از خدا طلب میکنم به مشام همه برادران شجاع برسه که فیروزی را تیز بیارم به دست، ما مادرها را آزاد کنن از غلامی. خدا حافظ شما. خدا نگهبانت مادر. خب تشکر زیاد. ما میفخریم واقعا هم که همین خیلی مادرها هستن که میبروین فکر نظرهاشون آشکارها میگن. زیاد هستن مادرهایی که در روسیه در عذاب هسته، متاسفانه با طرفدار رحمانوف هسته. خواهش میکنم که برای فکر نظرهاتون بگین، طلب بکنین ای رحمانوف که شما را برق بتیا، شما جای کار بتیا. اگر خاموش میستید همین خیلی که این مادر گفت یک زن در حاجت خانه زندگی میکنه، نخواست زنی تاجیک در حاجت خانه باشه. من نمیتونم این چیز قبول کرده که زنی تاجیک در حاجت خانه باشه. حکومت کاری شما است که شما باید مردا را نتونسته لااقل همون زنها را صاحب جا میکرده. نه زنها را تونسته، نه مردها را، نه آدمایی که بعد از مکتب ختم میکنن دیگه ای ترس ابله و ای تره و ای ترسی که میبرند در خدمت کانتوژنی میشن ایوس میان میگریزن بر روسیه میان. با امروز بگیم که بر روسیه یک دادگیری داره که همه آدمایی که تا سن 27 ساله خواهش میکنم که مقصد رویشون کنی تاجیکستان. نگاه که یک آدمی که میخواه بگریزه با روسیه طلب داره که برشو بگردونه بیان خدمت کنن. من یک چی میگم هم برادرایی که نه ایسال همین پریزیونیکایی که نو میره، من خواهش میکنم با خواهش افتون بره. انشاءالله که پیروزی نزدیک است. شما در کار برادرای عزیز، شما باید با خواهش خود بره خدمت. دیگه جای گریزش نیست. انشاءالله که پیروزی نزدیک است. ما کار میکنیم که انشاءالله بعد رمضان برنامه ها را خوبتر جدیدتر میبریم. میبینه که چی میشه و حاصل کار. به همین خاطر برادرای عزیز کسانی که اینجا ما را پیگیری کرده، دستگیری کرده، برادرای عزیز یک جهان تشکر. لایکاتون فراموش نکنه، آبونه شوید. اما برادر سنت الله آخرین سخن تبکه پسان خداحافظی میکنه. بله آخر سخن بیرون شدیم که برادر اشرف هم افیر داشته باشه و اثبات کنیم، یعنی داخل شدنده بعضی کارهای شخصی داریم. نگاه کنین برادر عبدالخلیل، مقصد هر یک کسی که همی با چهره اشکار میبروید گپ میزنه، خودت میدونی که انسان جانش در خطر افتادگیه. بله. با همین خاطر وقتی که کس میبروید در فیلم با چهره اشکار گپ میزنه، شما دیگه در جنین من نگین که ای خدا نمیترسین، ای خدا بترسین، ما ای خدا میترسیم، ای رحمانوف نمیترسین. اینجا دعوای ما درس خدا شناسی و خدا ترسی نیست. دعوای ما به دست آوردن آزادی است. آزادی و عدالت. وقتی تو آزادی نداری، عدالت نداری در زندگی، تا داخل قبر آرام گرفتن نمیتونی. بعد همون آزادی تقسیم میشه با یکم دویم سیم. تو در کدام همون آزادی جوابگری طلباتی هم ده، یعنی که استانداردی هم ده، تو جوابگو هستی بگیم. این خیلی نمیشه بگو خیلی الحمدلله تاجیکستان تین جای پیشوای ملت زور، سوید نیست، خیلی جنگ نیست، خیلی صبر کنیمی گفا نمیشه دیگه. بله. همین دولت خودش وظیفه داره که شهرونده از سن 18 سالگیش با کارهای سیاسی جلب کنه. ترا مشغولت کنه در کارهای سیاسی از سن 18 سالگی. اعضای اتفاق کسبه مکتب میشه، در دانشگاه اتفاق کسبه مکتب دنی هست بگیم. نمی کارهای سیاسی دا باید مشغول کنه ترا دولت. متاسفانه داخل تاجیکستان که رژیمش رژیم فساد است، رژیم پدرلعنتی که است، نمیخواهش که بجز یک خانواده خود یک از دیگه سر قدرت بیاید. دیگه همین معلم از زندان میکنه، دکتر از زندان میکنه، طبیب از زندان میکنه، ژورنالیست از زندان میکنه، ادوکات از زندان میکنه، ملا از زندان میکنه. نمیدونم چه زیباش هم ببره بگم آزادی میخوام، میبره زندانی میکنه.
این نمیشوه. دولت باید خودش کفیل آزادی شهروند باشه. دولت مال پدر من نیست، مال پدر عبدالخلیل نیست، مال رحمانوف نیست. دولت مالی همین 10 میلیون اهالی است. در دل خود دولت مالی همین 10 میلیون اهالی که تاجیکستان از است. هر یک شهروند میتونه که در زیر همین داخلی تاجیکستان با دل خود کار فعالیت مشغول شود، فکر عقیده‌اش بیان کنه، زندگی کنه. من یک چیز دیگه را بگم، متاسفانه همین برخشی بگیم حدود کشته شده را با 13 نفر آورده رسونید. 13 نفر شد که یعنی که از همین ببرخی کشته میشوند، وفات میکنن. گرچندش شماره زیاد کودکای بیگناه، طفلکای بیگناه، متاسفانه دایی هیچ کس جوابگر نیست بجز یک معاونی رئیسی، معاونی وزیر گرفتن، بجز یک کس از وظیفه گرفتن تمام. و گرفتن وای کودکا زنده نمیشه و یگون کس زنده نمیشه. فقط باید ملت خودش همین احساس کنه میره که همین ظلمه. امروز در وای با قوای برق رفت کت 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 کودکاش کشت، پگاه در ایترام یه بناوبت کت کت میکنه. یگون تا گارانتی نداره که ظلم داری که یگون تا تک تک نمیکنه. بله. ظلم داری هر یک خونه تاجیک، خانواده تاجیک تهدید کسای ظلم. برای این فکر عقیدتون نبگین، دعوا نکنین که بیاین ایدول گپ زدن نمیشه. و ایدول گپ زدن میشه. ما برنامه داریم، ما کار کردیم، ما نگاه کردیم، همون استاندارد. وقتی همون استاندارد پیدا شد ما یگان کس دیگه نگاه نمیکنیم. شب روز ساعت چند ما برنامه داخلی استاندارد خودمون ایم 5000 کیلومتر که اروپا میریم با تاجیکستان میرسیم ان شاء الله. این خیلی نگین نمیشه، میشه، راهش هست. ما فقط نگاه کردیم استاندارد. هر یک حرکتی که هست، حرکت گروه سیاسی 24 پیمان ملی بگیم، حزب عبدالخلیل، هر یک کش برنامه خودش داره، در اساس هم برنامه‌اش کار میکنه. وقتی شما بی‌شرف بشین، وقتی شما بی‌طرفین، بی‌طرف میگن شدی بی‌شرف میشین. مثلا نگاه میکنی بر غیبت میکنی، خبر میکشی، تهمت میکنی، نمیدونم یک کارو میکنی که ای بشرم دائمی اصل 21 با دعوا بکنی که تنجس صبر کنین. مقصد فلان دولت را بینین، افغانستان را بینین، سوریه را بینین. ما تاجیکستان با یگان دولت جنگ زده مقایسه کردن نمیخوام. حق مقایسه کنی هم ندارم. بله. ما تاجیکستان با بهترین نعمت و بهترین شرایط دیدن میخوام. ای دست میویا اگر همی رحمانوف کی سرنگون شد ان شاء الله دل خو حرکت کی است مخالفت سر قدرت بیایا. باوری کامل دارم که ایرانی نظام 32 ساله رحمانوف تا 3 سال ده تاجیکستان با بهترین شرایط آورده میرسونن ان شاء الله. خدا نگهبانتون باشه. ان شاء الله مارافون فردا با فکرم دوام میتیم با در کانال پیمان تیوی عبدالخلیل ان شاء الله هم یعنی که همکار باشین دیگه، هموطنایی که هستین میتونیم ما را در کانال پیمان تیوی همراهی کنین. خدا نگهبانتون باشه. سلامت باش. بله خدا نگهبان. خب اینجا یک دو نفر دیگه است، شما هم خفه نمیکنیم، قبول میکنیم. بعد 24 سلام علیکم، میکروفون تکشو بفرمو. 24 سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا سعودی سلامتیات خوبان؟ تشکر. برادر جان برای سوید میگن این سوید اگر ما 10 سال دیگه بگیم سوید نمیته، این بدبخت خدا زده دجال این سرسخت شده است، نبرات دلسوز نشده است، نمیشوه. این نامی رمونده رحمت نگذشتگان پدر مادرتونه. نیکی من خیلی چیزای شما ندارم اکا که برای سرجم شدن. اگر علاج می داشتین لوچی شما نمره ما را می نوستوندین. امی یک هفته پیشکی پروسو می گفتن که رفتن در کار. من خودم قطعی شما نمی رفتم، من خودم راست که می پردم تاجیکستان می رفتم، همون جداش دتون میکردم می استادم میسو که پیش ای که می رفتم با یکون چوپلوس مپلوس فکر نکنین. خدمت ویدیو میکنم، صورت پاسپورت ما میگیرم در شما میپرتم که با مثال یکون فند فریب مثال خیلی فکر نکنه. بعد اکا جان او کلت گپ زدم، یک نمش فراموش کردم وای بچه چی بود گفت که انا نمیام بچه چی بود وابشم که آچه همو گشت گفت که برای 5-6 ماه در تاجیکستان بیست. اکا الماز جان من قسم برام الله میخرم در تاجیکستان خانه و درمانه گرفتگی هم فروختگی هم خانه و درمانه نداریم. خانه و در رنگ سیگنایم برادر جان 20 نفریم. آبشیم ای خدم سرکرده تا زن گودک
پدر مادرم مثل کودکای دادرم 20 نفریم به خدا قسم جا نداریم که جا برم اینا یگون کس باشه نه قربان علی بود نامش فراموش کردم ریشکی بود اینا بگه که برای نه در خونه ما بیست به خدا میرم 6 ماه میستم که جا برم بیست مکه جان خیلی درد دارم برای نم درد میخیز میرم ما به خدا تنج باشم که اکا ما بیزارم خفه نشه اکا جان بیزارم به خدا اینمی گروه ها هم اینمی مثلا کشوکش شپا شپم درد دارم برای درد خودم به خدا میبرم گپ میزنم اولش که رحمت پدر مادر شما را که شما در این راه آمده و مثال ما را بدور که ما یک گوسپند کار بدیم. تشکر زیاد برادر عزیز. من رقم‌های تلفن در روی اکران موندگی کسانی که میخواهی که یک کار بکنیم خواهش میکنم بنویسه. ما گروه داریم، تیم داریم، در تلگرام گروه داریم، مردم داریم سرجم کرده شدیم. انشالله که یک روز چه معین میکنیم و پسان میخیزیم. به همین خاطر رقم‌های تلگرام ندارم اکا جانم خیلی تمام. نمره واتساپ مالی میمونم. خب بمون اکا جان نمره واتساپ من پگه انشاءالله دستی هستون میبرم هیچ گپ نیست. نمره همین این سه تا نهای بود دیگه برنامه هم تماشا که دیگه رقم موندگی اوش رقم‌های واتساپ های میتونی که در واتساپ میتونید اکا الماسیون در بر این پیوست شکنی واتساپ گفته بناس که پروستو من مکتب نخوندم گپ تو غری نه ویدیو بین برادر عزیز همین کانال من دیگه ویدیو را تماشا کن. اگر دیگه نمبر باشه وایش واتساپ های من دو نمبر دارم یتش برای واتساپ ایمو و تلگرام های یتش تنها برای واتساپ. برادر عزیز ما وقت من کوتاه های برادر عزیز. امروز برادر اشور برنامه حق و باطل داره. خواهش میکنیم که اینجا ما را 1700 نفر تماشا داره. پس بعد برنامه ما تمام شدن خواهش میکنم که به برنامه برادر اشور بره فکر نظراتون بگین. عبیزت کما پاسپورت ما پارتوفتگی ما که حسین ده به تشویش کما یگان چوپلوس نیستم پاسپورت ما بخدا پارتوفتگی شم. خدا نگهبانت برادر عزیز. خب سلام وقت کوتاه خداحافظی میکنیم برادران گرامی قدر. همینجا چند دونه که به 1000 لایک نمیرسه خواهش میکنیم یا بورگمو 30 دونه لایک نخواه 1600 نفر 30 نفر پیدا نشوه که همین 1000 لایک شوه. خواهش میکنیم برادران عزیز بمونه هم لایکاتونه دستگیری بکنین مورا. همین لایک ها سبب زیاد شدنی دیدنی برنامه ها میشود. تمام دیگه یگان چیزی زیادی نیست. 1700 نفر مورا تماشا داره 30 دونه لایک چه بین 1600 کس. خواهش میکنم برادر عزیز بمونین لایکاتونه. کسانی که تازه وارد شدگی برادر عزیز آبونه شوید در کانال ما میخواهیم که در آینده در تاجیکستان 24 ساعت سوید باشه تا سن 18 ساله 500 سامانی جای کاری در تاجیکستان باشد. اگر مهاجرا را 100 در 1000 نتونیم برگردونده لااقل پتن شونه کاری بکنیم که ای روسیه ببرداریم که پتن پولی نسپارن. خب همین بود برنامه ما امروز. در برنامه ماراتون امروز خواستیم که طلب بکنیم ای رحمانوف که مردم سوید بته فکر نظرهای مردم هم گرفتیم. من اینجا تشکری میکنم اون نفرایی که اینجا اشتراک کردن، آدمایی که کامنت نوشته دستاتون درد نکنه. برادران عزیز کسانی که لایک مونده دستاتون درد نکنه. تا برنامه های دیگه خدا نگهبانتون برادران عزیز. ما بعد از رمضان انشاءالله که با برنامه داریم. در رمضان کمی استراحت منیم. بعد رمضان انشاءالله که کار میکنیم که سرجم بشیم و همه کسا به وطن بر بگردیم. یک کاری بکنیم که رحمانوف به سرنگونی ببریم. بازم تشکر زیاد برادران عزیز کسانی که ما را دستگیری و پیگیری کردن. اگر چی کمبودی از طرف ما بود کسی را اون گپی پست بلند گفته باشیم عذرخواهی میکنیم. باید پیش از رمضان مردم باید همدیگر بخش باشند
خواهش میکنم برادرای عزیز که به کسی قهری باشه آشتی بکنه، از برای خدا روزه بگیره، نماز بخونیم. برادران عزیز که ما مسلمانیم، باز چی گفتنیم، دعوت همین است که بر روزه باشه، دعا بکنه در ماه شریف رمضان، انشاءالله که خداوند پیروزی را نصیب ما میگردونه. خب یک جهان تشکر گفتیم رحمانوف. در آخر خدا نگهبانتون. تا برنامه های آینده با شما بود عبدالخلیل وصیف.